یه خلاصه ویژگی از اهمیت اینا رو دادم که نتونستم در حد چند تا کلمه. خیلی مهمه، اسلایدام هستش، SOP نیستش تو اون پکیج ولی CV هستش، CV دوستان هم هست، SOP دوستان هستش که CV هاشون SOP شون از من قوی تره و استفاده کنم. مرسی. شما بعد از پرزنتیشن خیلی طویل آقای مهدی برمیگردیم به اتاق فرمان. یه سری من برای توضیح دادم در رابطه با هومپیج توضیح دادم در رابطه چرا این مهمه. اول میرم داخل پکیجی که خدمتتون هست یا ببینم که اصلا داخل چی داریم. داخل فولدرز کانتریز یه سری توضیحاتی در رابطه با انواع اقسام کشورهایی که ممکنه شما بخواید برید هست. استرالیا، US، کانادا، جرمنی و هر چیزی بخواید. این داخل فولدر ایمیل تو پروفسورز یه سری سامپلای ایمیلی هست که احتمالاً اگه بخواید واسه ایمیل بزنید هستش. داخل فولدر انگلیش یه سری کتابا راجع به امتحان انگلیسی هستش. مثل نقطه‌های آزمایشی هم هستش. ممکنه بهتون میگم آدرس هایی که خودتون ببینید. پرزنتیشن فایل پرزنتیشن های هم دوستانی که پرزنت کردن هست و دوستانی که در همایش‌های قبلی بودن. از اون که استفاده کنید پروفایل مجموعه رزومه و SOP های بچه‌های اینجا و یه سری بچه‌های قدیمیه. ریکامندیشن لتر یه سری سامپلای ریکامندیشن که خیلی زیاده استفاده کنید. اگه بتونید ریکامندیشن بنویسید اون خیلی بعدا توضیح موقع سوال جواب نکسی. رزومه ها یه سری سامپلای رزومه هستن. SOP ها سامپلای SOP و اینا یه سری تیوتوریال هستن در رابطه اپلای و یه سری رنکینگ ها در رابطه با دانشگاه. اگه که برید داخل فولدر هوم پیج با یه تصویری مشابه این باید مواجه بشید. داخل این من میخوام یه پکیج به اسم جنداک رو خدمت شما معرفی بکنم. جنداک یه ابزار خیلی ساده واسه طراحی هوم پیج هستش که توسط یه آدم بیکاری توی استنفورد طراحی شده. اسمش هست یاکوب ماتیبلی. یه دانشجوی دکترا بود که 2 سال پیش دکتراشو گرفت. یه ابزار خیلی ساده است. هستش با پایتون نوشته شده، ساده هست. لیتک رو ساپورت میکنه، یعنی شما اگه بخواید فرمولای لیتک رو داخل هوم پیجتون بذارید ساپورتش میکنه. و کاملا خیلی ساده است، خیلی کارباش راحته و یه مزیت دیگه‌اش اینه که خیلی فراگیر شده. یعنی شما کافی اینترنت مثلا سرچ کنید جنداک واسه فاصله پابلیکیشن میگم پابلیکیشن شد که اکثر کسایی که جامعه آکادمیک هستن لانا واژه پابلیکیشن تو هوم پیجشون هست. میشه که سرچ بکنید ببینید که کلی پیج میاد که همشون با جنداکه. مثلا یه استادی داخل پرینستون صفحه پابلیکیشن شما کنید. یه دانشجویی داخل بیوتن سمجید صفحه‌اش رو آورده و اینا همه هوم پیج اساتید یا دانشجو هستن. یه مزیت جنداک اینه که کد همه هوم پیجایی که افراد با جنداک نوشتن در اختیار شما هست. چه شکلی؟ کد جنداک اصلشون هست .جنداک. یعنی این صفحه‌ای که اینجا آورده برای شما پابلیکیشن .جنداک کد صفحه پابلیکیشن این آغاز که وقتی که اجرا میشه و خروجی به شما میده میشه .html، یعنی صفحه پابلیکیشن .html. یعنی اگه رفتید یک سایت پایینش دیدین که اون خروجی اون صفحه پایینش نوشته generated by جنداک مثل این، میتونیم بالا بریم اسمش پسندش عوض بکنیم بزنید جنداک خودش رو بهتون میده. میتونید خودش رو برداریم خیلی راحت مثل لیتک نوشتن ریفرش بکنید هوم پیجتون اسمش رو عوض کنید بشه هوم پیج خودتون. این آقاله اومده الان بهتون نشون بدم سورسش چه شکلیه. من میام اینجا یه سمپل هوم پیج همون صفحه اولی که توی سرچ کردم با کاف استاد تونستانه. این یه صفحه index.html از هوم پیج خودشه. من اینجا سورس جنداکش هم براتون ذخیره کردم. اینو با چیزهای ادیتور خیلی ساده مثلا نقطه پلاس باز یا نقطه یا هر چیز دیگه مشابه باز میکنم و کدشون اینجا رو میبینید. اول قبلش بگم که برای اینکه جنداک رو بتونید کامپایل بکنید لازمه پایتون رو نصب بکنید. اصلا نترسید این پایتون چیه، فقط با اینکه احتیاج دارید پایتون نصب کنید اصلا کاری به پایتون نویسی و برنامه‌نویسی پایتون ندارید. میریم داخل این پایتون رو نصب میکنم. من این حالش رو نصب کردم دیگه انجام نمیدم. یه بار ریستارت میکنم میام بالا و بعدش همه چیز آماده هستش که من کدم رو بنویسم و اجرا بکنم. برای اینکه من کدم رو اجرا کنم کافی که با cmd برم داخل اون فولدر فایل ها، بیام داخل اون فولدر و تایپ میکنم
gem.py که همون در واقع برنامه‌ای هستش که خروجی رو جنریت می‌کنه و اسم فایل جنریتی که می‌خوام کامپایل بشه اینتر رو میزنم و خروجی جنریت میشه که خروجی همین هستش. حالا چون که حالا F5 میزنم تا بهشون وب پیج هستش تا ببینم تغییر چی بوده، چون که من تغییر ندادم همون هستش. حالا میرم مثلا تغییر میدم، مثلا اینو چیز میکنم، مثلا اینجا اسمش رو عوض میکنم، میذارم اسم خودم، سیوش میکنم، دوباره اجرا میکنم و خروجی رو مشاهده میکنم که اینجا ببینید که اسمش عوض شده به اسم من. وقتی تو میگم میشه نمیخندی، حالا که نگفتم خندیم. خب بگذاریم. خب یه نگاهی به ساختار کدش میندازیم که ببینید چقدر این ساده است. وقتی میخواید تایتل بنویسید از مساوی استفاده کنید. بزرگترین تایتل یه مساوی داره، ایشونن. اگه بخواید یه دونه تایتل بیشتر بنویسید مثل ایشون کانتنت، میایید دو تا مساوی میذارید. اگه مثلا تایتل کوچیک‌تر از این احتیاج دارید، مثلا 3 تا میذارید مثلا سلام، دوباره اجرا میکنید، خروجی رو میبینید، سلام و میبینید که چقدر کار با این داخل هستش. میتونید یه سری متن زیری بنویسید، از این حرفا مثلا بنویسید که این پرزنتیشنش طولانی. خب و متن درخواستی یا اینکه هر چیز خواسته بودید رو براتون نشون. لینک گذاشتن واسهشون خیلی ساده است. میتونید چند از این پیج رو درست بکنید و بغل همدیگه بذارید و همدیگه لینک بدید تا بشه یه وب پیج ساده و البته خیلی قبول شده و عام در بین استادا و دانشجوها. مطمئن باشید استادا متوجه میشن که شما تحقیق از این پکیج آزاد استفاده کردید. اکثر استادا رو وب پیجشون نگاه کنید دقیقاً استایلشون شبیه این هستش. پس از جمدار سعی کنید حتما واسه هام پیج درست کردن استفاده کنید چون فوق‌العاده ساده است. شما احتیاج به دونستن اطلاعات طراحی وب پیج اینا اصلا ندارید. آقای نقطه میشه لطفاً این اینجا. خب اینجا اگه سرچ بکنید جمدارک دقیقاً اون هام پیج خود جمدارک نشون داده میشه. کافی که شما اینجا برید قسمت چیت شیت و اکسرسی تک یه سری راهنمایی‌هایی براتون نوشته که تا راحت بیایید برید که به قواعد سینتکس ها حفظ باشید ازشون استفاده بکنید. مثلا اینجا همین این سمت چپ خروجی نوشته، سمت راست خودشون نوشته. برای اینکه لینک بدید مثلا این لینکی که اینجا هست یه دونه از این علامت گذاشته که اسمش یادم رفته، لینک رو نوشته، بعد متن نوشته و اینو بسته. این شده یه لینک. در این سادگی مثلا اگزمپل دو تا مساوی بعد متن زیرش یه لینک داره. مثلا چجوری متن داخل باکس بنویسیم، چجوری بیت بذاریم، خیلی ساده است. اگه مثلا یه خطی بزنیم میشه یه بیت. اگه نقطه بذارید میشه A. دو تا نقطه بزنید میشه 1 2 3 بیشتر. لازم نیست مثلا بیت کنی یا بزنید که 2 3 خیلی ساده است. اینا رو نگاه مثلا میتونید داخل باکس کدی بنویسید کافی میشه. این ساده و در نهایت خیلی با این میتونید هام پیج‌های خیلی قشنگ و اطلاعی تمیز درست کنید. من عرض دیگه ندارم و موفق باشید. اینو بگم که میدونم برنامه خیلی بیشتر طول کشیده، بچه‌ها دارن سعی میکنن کوتاه‌ترین پرزنتیشنی که میتونن رو داشته باشن ولی واقعا بچه‌ها دلشون نمیاد این چیزا رو نگن. واقعا بهترینش میاد نکات مهمی که در واقع اسپیسیفیک رو نگه. یکم جابجا کرده اون مثلا پذیرایی بعد از ارائه من خواهد بود و بعدش اون پرزنتیشن باقی بود که واقعا در اونها هم اندازه اینا شاید مهم باشه رو خواهیم دید. توی قسمت من قرار نیست به جا بگم کجا برید، چه دانشگاه انتخاب کنید، چه کشوری. صرفاً یه سری اطلاعاتی که خودم به طور تجربی بر اساس شنیده‌ها، یعنی خیلی رفرنس خاصی نداره. شنیدم رو به شما بگم که این اطلاعات واقعاً برام مفیده. مثلا یه نمونه شاید می‌خوام.
خیلی بچه‌های کارشناسی هستن که جمع آمریکا دارن، نه بچه میگم خاصی بیرون آمریکا و میخوان فوق لیسانس اقدام کنن، نمیدونن که آقا مثلا آمریکا فوق لیسانس فاند کم میده، مثلا شانستون کمتره، چه چیزایی نمیدونن. مثلا با آمریکا اقدام کنن یا کانادا ترجمه میکنن یا چه چیزایی. میگم من قصد ندارم بگم چجوری انتخاب کنید، کجا رو بدید، صرفا یه سری نکات میگم. خب و تو اون پکیج هم دیدی که در مورد هر کشور و حتی رنکینگ های دانشگاه پنجاه اطلاعات هست، مثلا اونها رو هم نمیگم. اینکه خب اول از همه اینکه انتخاب دانشگاه کشور و همه اینا خیلی چیز شخصیه، کیس به کیس فرق میکنه و این شمایی که باید تصمیم بگیرید کجا میرید، شمایی که باید بشید باشید ساعت‌ها سرچ ببینید تو وبسایت‌های دانشگاه که کدوم دانشگاه رو باید انتخاب کنید، تو ساعت‌ها باید به سایت استاداتون بگردید پیدا کنید نقشه یک دانشگاه می‌خواید برید. یه سری خب کیس خاص هم همتون از یه سریتون بعضی کشورهای خاص برای مد نظرتونه، یه سریتون فقط دوست دارید آمریکا به یه هیچ شرایط خاصی بیارید که اقوامتون اونجا یا مثلا برید مثلا اروپا پیش یکی از دوستاتون یا کسی دارید تو دانشگاه مثلا اینا هم مثل کیس‌های خاصه. من می‌خوام بگم چه کشوری چه دانشگاهی و اینکه چه پروگرامی. در مورد پروگرام منظور همون مدرکی که شما میگید فوق لیسانس دکترا توش صرفا یه توضیح می‌خوام اینه که فوق لیسانس چه مصرف انجینیری چه مصرف ساینس چیه و اون دایرکت پی‌اچ‌دی که کامیار گفت و خیلی در مورد اطلاع نداره. خب در مورد کشور خب گزینه خیلی هاتون آمریکا و کانادا رو در نظر قرار گرفتید. به نظر من به شخص اروپا هم باید جزو گزینه‌هاتون باشه. برای مثال از امسال روایت شده که بچه کامپیوتر خیلی به نظر بچه‌های برپذیرش کردن، چرا چون اروپا جز گزینه‌هاشون بود و اطلاعات داشتن، فاندشون خبر داشتن و کسی از بچه‌های برق نه تو کار اروپا بودن میدونست که اصلا اروپا هم میشه رفت، اروپا هم میشه فاند گرفت و چنین چیزی. در مورد آمریکا، خب آمریکا چند تا خوبی بزرگ داره. یکی که دانشگاه واقعا معتبرن، دانشگاهش واقعا خوبن. رنکینگ‌های خیلی از دانشگاه کانادا واقعا با یه شیفت دیسی خیلی کوچیکی با رنکینگ‌های دنیا فرق داره. یه وضعیت خیلی خوب آمریکایی که بعدا من در نتیجه شما باید برید جیاری برید به آمریکا برید اینکه خیلی دانشگاه داره. خب یعنی واقعا شاید میشم بگم 1000 تا دانشگاه داره که خوبن، خب و 300 تای برداشت واقعا حرفی برای گفتن نداره. در صورتی که در کانادا اینجوری است کلا که 7 دانشگاه خوب با دست میتونید بهش اپلای کنید و این تعداد زیاد خوب یعنی تعداد زیاد شانس شما، یعنی تعداد زیاد استاد، یعنی تعداد زیاد آزمایشگاه، تعداد زیاد فاند دقیقاً. و چیزی که براتون اشاره کردم باید خودتون بشینید بگردید. یعنی کسی نمیتونه به شما بگه این دانشگاه خوبه پس این رو آمریکا البته مسائل ویزاش هست که خب یکم سخت‌تره، یعنی که شما حداقل 2 بار یک کشور دیگه برید برای ویزا. تو کانادا هم که الان سفارت شده اصلا یه چنین شرایطیه ولی خب حداقل یه بار. و اینکه مسائل مثل ادمیشن کامیتی یا کمیته تصمیم گیری که دنیا رو الان تو خیلی از کشورها از جمله کانادا و روند سابق بود که استاد تصمیم می‌گرفت که شما رو انتخاب کنه میگرفت تموم شد میرفت این کارش. ولی الان بعضی از دانشگاه‌های آمریکا نمیگم همشون این قضیه و این اختیار از استاد گرفته شده و کل فاکولتی ممبر اون دانشکده، هد دپارتمان، هد دانشگاه و گریجویت ادمنستریتور در همه اینها جمع میشن تصمیم میگیرن که کیو بگیرن کیو نگیرن. خب برای این احتمال هست که شما مثلا در این زمینه ضعف داشته باشید یا استاد بخواد شما رو بگه ارزش کارتون بگید نه ما اینو نمیگیریم، این به در دانشگاه ما نمیخوره. بنابراین تو آمریکا این موضوع هست که استاد ممکنه حرف آخر نشه ولی بازم ممکنه استاد. کانادا این که خب کسایی که میخوان فوق لیسانس بگیرن کانادا فوق لیسانس بگیرن کانادا گزینه خوبیه چون برخلاف آمریکا که الان فاند فوق لیسانسش کرده کانادا همچنان به فوق لیسانس فاند خوبی میده نسبتاً. و یه نکته خیلی مهم در مورد کانادا اینه که کانادا شما کلا برای فوق لیسانس یا دکترا باید سوپروایزر داشته باشید. برای سوپروایزر قبل از مرحله اول شما با میل زدن اینا مشخص میشه اصلا لحاظ شما میده. کانادا در بیشتر دانشگاه کانادا اگر سوپروایزر نداشته باشه یعنی کسی جواب ایمیل شما رو مثبت نداشته باشه، کسی نره دنبال پرونده شما تو گریجویت آفیس به شما پذیرش داده نمیشه. حتی اگه بخواید با پول خودت بیاید، حتی اگه بخواید هر کاری بکنید. کانادا میگرده بین کدوم استادا میشه اوپنینگای دارن و به تعداد اونا دانشجو میگیره. خب نمیبینید که اصلا کلاسش این تعریفات داره به تعداد اونا میگیره. به تعداد اوپنینگ دانشجو این اشتباه خود من کردم، دانشجویی که جواب نداشتن فرستادم، جواب ایمیل نداشتن و خب عادتاً هم پذیرش نگرفتم. و کسی نبود که من بگه وقتی جوابی از کانادا نداری نباید بفرستی. اون زمان خانم نوابی هم تاکید می‌کرد که کانادا ایمیل خاصی از دوستان نداری بفرستی پول طلب. و اینکه کانادا خب هر دانشگاهی نرید، کانادا کلا هم چند تا دانشگاه خوب داره به اضافه 3-4 تا دیگه مثلا یو بی سی مگیل آلبرتا داشتن مثلا به سراتوری اینها
و یه سری دانشگاهی رنگ پایین داره که واقعا خیلی ارزش رفتن نداره. حالا شما که دارید تصمیم میگیرید بمونید یا برید، باید حداقل جایی برید که واقعا ارزش داشته باشه. واقعا دانشگاهی رو می‌بینید که دانشگاه امیرسپی خیلی هاشون ممکنه بهتر از دانشگاه اونجا باشن. در مورد اروپا خیلی کشور داره و خیلی موقعیت متفاوت. هر کشور قانون‌های مخصوص به خودش، هر کشور دانشگاه‌های مخصوص به خودش، هر کشور روند افراد مخصوص به خودش داره. بنابراین اگه اروپا جزو گزینه‌هاتون هست، یکم باید روانی تحقیقاتون رو بیشتر کنید و در مورد اون کشورها تحقیق کنید. اروپا خیلی دانشگاه رنگ بالا داره. میگم اصلا تصور وجود داره که دانشگاه خوب یعنی آمریکا، ولی انگلیس به شخصه مثلا تو 50 اول یه دونه انگلیس، یه دونه آمریکا، یه دونه انگلیس، یه دونه آمریکا. و حتی داغون‌ترین دانشگاه انگلیس تو رنکینگ بین‌المللی حرفی دارن برای گفتن. این آلموس فری یونیورسیتی در مورد موقعیتاییه که شما میتونید دانشگاه خیلی خوب که الان آلمان گزینه خیلی خوبیه فعلا درس بخونید و یا شهریه ندید و یا شهریه خیلی کمی بدید. حالا در ادامه باز بیشتر میگم و آقای نیکو هم اگه باشن هنوز تو بخش سوال جواب ایشون تجربیات خیلی زیادی در مورد آلمان دارن. خیلی وقت گذاشتن تحقیق کردن، پرسیدن در مورد آلمان چگونه میشه پذیرش کرد دانشگاه مختلفش و اینا. تو بخش سوال جواب هستن، اگه کسی خواست میتونن ازشون هر سوالی خواستن بپرسن. و اینکه در کمال تجربه خیلی‌ها اروپا فاند میده. خب یعنی خیلی‌ها میگن خب اروپا که فاند نمیده، نباید بریم. خود من قشنگ اطلاعاتی در مورد اروپا بعد از اینکه دیر شده بود فهمیده بودم. مثلا خیلی از این دانشگاه‌ها نفرستادن. خب ولی اروپا میتونید فاند بگیرید. یکم فقط فرق داره. خب یه سری نکات خاص اروپا تفاوت اون باشه با اروپا کامل سریع بگم، میدونم خیلی چی شده. یکی اینکه شما در اروپا معمولا هیچ تماس خاصی با استادا ندارید. خب بعد از قانون کاملی به این میذاره استادا اینا. اینجا یه مسئول گریجویت ادوایزر یا یه دونه گریجویت ادمنستراتور وجود داره که مخصوص اون پروگرام خاص شماست، اونه که تصمیم میگیره کیو بگیرید کیو نگیره و استادا هیچ دخلی در حالا اون بخش پذیرش نداره. بازم میگم اروپا خیلی دانشگاه مختلفی داره و هر دانشگاه با دانشگاه فرق داره. دانشگاهی که هستن همینجوری باشن. خب و اینکه بورسی که شما میگید برای درس خوندن تو اروپا اصلا یه چیز کاملا جدایی با پذیرشه. پذیرش شما میدن، شما باید بگردی از بورس‌های مختلف پول پذیرش رو جور کنی بدین. در واقع چه حالتی حتی اگه اون بورس خود دانشگاه بده، دانشگاه میگه برو واسه اون جدا اپلای کن، اگه گرفتی بیا با این پول چیزا بده، اگه نداری بیا با پول خودت. یه چنین حالتی یعنی که پذیرش شما از بورس گرفتنتون کاملا جدا. و اینکه خب اون رنج تویشن فی یا شهریه که شما از میگم شهریه کن آلمان هست تا شهریه‌های مثلا عجیب انگلیس مثلا امپریال کالج 22500 اون هم خود حساب کنید چقدر میشه برای شما. و اینکه دلدارنه اروپا خیلی متفاوته. خیلی از دانشگاه اروپا دلدارشون گیره و بعضی‌هاشون مثل دانشگاه منچستر انگلیس دلدار نداره، ولی خیلی هاشون همکار دانشگاه‌های آمریکایی دلدار خیلی زودی دارن. دلدار اکسفورد حتی مثلا دانشگاه بلند مثل دلفورنا دلدار خیلی زودی دارن که من خودم اونها از دست دادم. خب یه توضیح مختصری در مورد حالا همون بورسایی که گفتم در کلام ترجمه اروپا میده بدم. حالا من خودم اطلاعات رو میگم خیلی‌هاشو نمی‌دونستم، بعضی‌هاشو تازه گرفتم وقتی گرفتم که دیر شده و بیشترش بچه‌های کامپیوتری گرفتم. مهمترین فاندی که در اروپا طراحی میشه فاند ایراسموسه که چند تا از بچه‌های کامپیوتر خود همین دانشگاه گرفتن مثلا. این فاندیه که تحت نظارت اتحادیه اروپا است. در اتحادیه اروپا میاد یه سری پروگرام‌های خاصی رو که حالا نظر خودش باشه 130 تا پروگرام در نظر میگیره. یه من می‌خوام این پروگرامو سرمایه‌گذاری کنم، من می‌خوام این پروگرامو دانشجو بگیرم. میاد اون پروگرامو سرمایه‌گذاری می‌کنه و میگه مثلا این 4 تا دانشگاه، این 5 تا دانشگاه برای این پروگرام ما به دانشجوهاشون بورس میدیم و بورس خوبی میدن. یعنی نه تنها تویژن ویل میشه، یعنی شهریه صرف نظر میشه، یعنی شهریه داده نمیگیرن، تقریبا ما $1000 بهت میدن و حتی 1000 یورو بهت میدن و حتی یه چیزی حدود 4000 یورو هم که من فهمیدم برای تبلیغ زندگی ها جدا در نظر میگیرن. و کسی اگه اینو بتونه بگیره واقعا میگم خیلی فاند خوبیه و واقعا بچه‌های همین دانشگاه گرفتن. یه سری فاندهای خاص داره برای کشورهای جهان سوم و میاد دسته‌بندی کرده کشورها مثلا ایران و عراق و یمن فکر کنم توی دسته. حالا این دیگه تفسیر من نیست. بعد اینا یکم بهتره سودتره، بعد سودتر واسه تقریبا همون گذاشت قبل مثلا تحویل سالگو شده. ولی مثلا اون بخشی که فاند جنراله که بهترم هست اون عددش بیشتره، اونم یکم بهترش فراتره که اون حالا همون فول فاندی میشه، خرج زندگی تو همین. در مورد دانشگاه انگلیس
حالا میگم من قرار نیست بشم دونه دونه کشور رو توضیح بدم چون خیلی وقت میبره و هر کدوم از کشورها فرق داره. یه سری اطلاعاتی خودم داشتم الان خیلی کشور میگم حتی خودم میخوام اینجا بگم ولی وقت نیست و اینکه در توی کیس خیلی از شما دلتون نخواد مقابله کنید به خاطر میگم انگلیس تو هم که گفتم دانشگاه تاپ دنیا توشن خب آکسفورد، کمبریج، منچستر، ایمپریال کالج از این حرفا ولی این دانشگاه پذیرشی هیچ شرطی بورستون نداره. همونطور که گفتم باید برید بورس بگیرید با پول اون به شهریت رو بدید. من بعضی از دانشگاه خودشون خود وبسایتشون یه سری لینک‌هایی میذارن که از این طریق شما میتونید برید بورس بگیرید. همه‌شون هم کار نمی‌کنن. بعضی که مثلا بعضی شرکت‌ها یا فلان سازمان‌ها برید بورس بگیرید برای این پروژه. و اینکه انگلیس میگم چون قرار شما پول رو جور کنید یه شهریت رو بدید هر چند تا که بخواید میتونید اپلای کنید فاند بدید. یه سری فاند هستن محدودن یا این فاند نه اگه میتونم طلا بگیرید 3000 تومان بیشتر نیست. خب یه فاند 3000 تایی بگیرید یه فاند 5000 تایی بگیرید جمع کنید اینا تا بتونید شهریت بدید. یه چه حالت. سوئد خب جایی بود که خیلی تا چند سال پیش میرفتن به جای واسه مدرسه درس خوندن. خب و اینکه واقعا میرفتن و مدرسه درس خوندن ولی اتفاق از اپریل سال 2010 دیگه نمیفته. تصمیم گرفتن که دیگه دانشگاهشون پول کنن و الان شهریه‌های سنگینی میگیرن. برای مثال عرض می‌کنم من خودم برای رشته خودم مهندسی برق نگاه کردم الان هر ترم مورد 70,000 کرون سوئد میگیرن که با کرون جدید چیزی میشه 16 میلیون تومان هر ترم میشه. خب حالا شهریه‌اش خیلی عجیبه. ولی یه سایت جامع وجود داره برای اپلای دانشگاه سوئد. شما سایت هر دانشگاه سوئد برید دیدیم که کلی برای اپلای یه سایت. خب همش برای یه تیتر. تو این سایت شما پرایوریتی یا اولویت دانشگاهی که میخواید برید رو انتخاب کنید. میگه من تو 4 تا دانشگاه میخوام برم و اپلایتون رو میکنید سابمیت میکنید و تمام میشه. بعد اگر اون دانشگاهی که اولویت اولتون بود به شما پذیرش داد این بورس به شما تعلق میده شما شهریه ندید. یعنی در بهترین حالت تو سوئد شهریه رو از شما نمیگیره. حالا اینطور که من میگم فهمیدم اینه که سوئد دانشگاه تأثیر خاصی داره که دانشگاهی که شما زدید پذیرشگاهتون اون تو لیست اول باشه. بنابراین اگه تو لیست اول نباشه این دیگه به شما اون لیستی که شهریه رو نمیده. ولی آلمان هنوز این شرایط خوبش هست. نظر شخصی من اینه که برمی‌گرده این شرایط. این هم یه روز یه تاریخی تصمیم می‌گیرید یه شهریه بگیرید و شهریه عجیب غریبی میشه. الان در واقع درازه کلیه دوره‌های کارشناسی ارشد آلمان دولتی حساب میشن و شهریه به شهریه‌های خیلی پایین دارن. شهریه ندار داریم، شهریه 300 یورو داریم، شهریه 500 یورو داریم. خب شاید بگید آلمان نمیرم تا زبونش مثلا فرق داره. شما بیشتر الان خیلی از کورس‌ها مثلا تمام انگلیسی ارائه میشه. خود من پذیرش مهندسی مدت تمام انگلیسی از دانشگاه مونیخ گرفتم و هیچ کورسی نیست که آلمانی ارائه بشه. ولی خب خیلی از پروگرام‌های هستن که مثلا نصف انگلیسی مثل آلمانی چه چیزی که کارو سخت‌تر می‌کنه. و اینکه اروپا و آلمان گزینه رو شما توی کار کنن. در سال سوم هیچ کسی نیست که تو آلمان درس بکنه و کار نکنه. و این کار کردن درآمد خوبیه و تا یه حدی واقعا میتونید خرج زندگیتون رو بدید. حالا بازم مسئله داشتید از آقای میکران بپرسید. ولی این خیلی گزینه خوبیه و میتونید واقعا خرج زندگیتون رو در جای در حالی که دارید شهری کمتر می‌گیرید. حالا نماد انتخاب دانشگاه میگم بازم من قرار نیست بگم چه دانشگاه ولی اینکه چرا مهمه. یکی اینکه خوره بعدیتونه برای اونجا 2 سال حتما بمونید برای فوق یا بیشتر برای دکتری اگه بخواید زندگی کنید. و اینکه آقا اپلای کردن چیزی گرونیه. اینجوری نیست مثلا خیلی تا فکر می‌کنید که واقعا 100 تا دانشگاه میفرستن یا 50 تا میفرستن یکیشو میگیرن. اپلای خیلی چیز گرونیه. من توی جایی خودم فرستادم حداقل هر جایی که اپلای کردم 200 تا 300 هزار تومان خرج داشت. چرا؟ آیلتس ریپورت کردن خرج داره، ترانسکریپت فرستادن دانشگاه خرج داره، اپلیکیشن فی خیلی خرج زیادیه. مثلا دانشگاه یوتی $150 چرا از شما میگیره که بتونید برای دانشگاه اقدام کنید و به شما خیلی راحت ریجکتتون میکنه مثل که من ریجکت کرده و خب پولت هم رفت. خب البته خیلی باید میگم اگه پولتون رو دوست دارید باید با دقت انتخاب کنید. و اینکه خب این اتفاق فوق لیسانس رو هر کسی یه بار میفته و اون پله‌ای که شما قراره ازش برید مرحله برید کار دوره بعدی. بازم میگم انتخاب دانشگاه خیلی معیار مختلف داره. چند یکی شرکی دانشگاه یکی جای مقرر داره یکی اینکه اون دانشگاه چقدر تو اون زمینه تحصیلی شما قویه. فاندینگ‌ها رو دانشگاه چطوره؟ یه دانشگاه از کلا فاندینگش کمه واسه چی باید اپلای کنه؟ و اون که ریکوایرمنت ها به خصوص در مورد دانشگاهی ریکوایرمنتش بالاست این مطرح شده. دانشگاهی که مثلا جی خیلی بالایی میخواد خب شما عادتا نباید اپلای کنید. در مورد رنکینگ اون تو همون پکیج خیلی توضیحات بیشتر از این کتاب میگم در مورد رنکینگ هر چیزی رنکینگ
خودش اومده، ولی من خودم به شخص این پکیجا نداشتم، تو اینترنت گشتم پیدا کردم چند تا رنگی معروف رو صرفا به شما میگم. یکی رنگی US News که همون سایتش رو news.com دیدید. این رنگی چند تا مزیت داره. یکی اینکه بر خیلی واضح‌تر میاد رنگی‌ها رو بررسی می‌کنه، رشته به رشته داره، اینکه تو فضا چه رنگی از نظر فضای دانشگاه چه رنگی داره، از همه نظر دانشگاه رنگی می‌کنه. ولی بازم نظر شخصی من اینه که نظر شخصی من اینه که تعصب خاصی دانشگاه آمریکایی داره. بیشتر اطلاعات وجود در این سال مربوط به دانشگاه آمریکایی در مورد دانشگاه آمریکایی خیلی وقت اطلاعی نداره. QS سایت topuniversity.com یه رفرنسی که خیلی استفاده می‌کنه. شما الان تو گوگل سرچ کنید رنکینگ دانشگاه، اول سایتی که میاد تاپ یونیورسیتی یا QS. یه رنکینگ خیلی معتبری که میاد بیشتر رنکینگ خیلی معتبری که The Times Higher Education. اینم باز تو گوگل وبسایت ایرانی بودن که نداشتن جایی. ولی تو گوگل سرچ کنید خیلی راحت میاد این رنکینگ توسط رویترز انجام میشه، خیلی اینو قبول دارن و این همه رنکینگ معتبر. رنکینگ واقعا چیزی نیست که بگید این درسته و فقط این درسته. هر دانشگاه هر سایتی یه معیارهای مخصوص خودش داره و بر اساس اون معیارها طبقه‌بندی کرده شده. این سایت وزارت علومه msrt.org خب که تو این اومده گفته که آقا ما این دانشگاه رو قبول داریم، این دانشگاه رو قبول نداریم. خب اگه شما کسی هستید که مثلا دوست دارید برید حتما به دانشگاه متوسطی برید رفتار می‌کنید، حتما با این سایت چک کنید، چون می‌نویسه که آقا ما فلان مدرک‌ها رو از این دانشگاه ارزیابی نمی‌کنیم یا از فلان دانشگاه توصیه نمی‌شود، ترجیحاً توصیه نمی‌شود دکترا گرفته شه. یعنی فکر کنم ارزیابی می‌کنن در کل، ولی خب اونقدر که باید شاید اینا قبول کنه. در مورد حالا یه سری معیارهای دیگه، یکی خب جای چه شهری چه کشوری، خیلی جاها مثلا برای کانادا حرف می‌زنن آقا کانادا سرده، اینا رو در نظر بگیرید. خب یا اینکه آب و هوا چه مردمی هستن، مردم‌هاش چه چیزی. مثلا این نکته‌ای که خیلی مطرح میشه اینه که آمریکا و کانادا مثلا رابطه دوستانه‌تری ممکنه باشه برقرار کنن، چرا که خب همه ما تقریبا یا همه مردم یه بخش زیادی از مردم توریست هستن یا اینترنشنال هستن، ولی اصلا در اروپا ممکنه درصدی کمتر باشه. از آب و هوایی رو هم در نظر بگیرید. در مورد اون چیزی که گفتم زمینه تحصیلاتون چقدر دانشگاه قبلی تو دانشگاهی که می‌خواید برید قبلی هم ببینید چند تا استاد داره تو زمینه کاریتون. مثلا تو رشته من مهندسی قدرت برق واقعا تعداد استادی بعضی دانشگاه در حد 2 تا است، در حد 3 تا است. خب اون دانشگاه اگه حالا استاد خیلی تاکید نکنه که شما رو میخواد واقعا ارزش اپلای نداره به نظر من. یعنی که هم اعتمادتون کمه، همین که خب شما دانشگاه دارید می‌خواید که اصلا قدرتش قوی نیست. خب و اینکه خب میتونید شما برید تعداد آزمایشگاهایی که در اون کورس شما رو ببینید، عکساش هست، دستگاهاش هست، اینکه دارن چی کار می‌کنن، چه پیپرایی دارن توی آزمایشگاه دارن، دانشجو هستن، همه اینا رو ببینید. و اینکه میتونید برید که ببینید چه درسایی قراره شما بخونید، در اون درس‌ها شما رو پاس کنید. معمولا بیشتر دانشگاه اون کورسی که کورسایی که آفر می‌کنن برای مثلا فوق لیسانس مهندسی برای دکترا مهندسی نوشته شده و شما میتونید برید نوشته شده میتونید برید که آقا مثلا کورس دانشگاه اصلا دوست ندارم یا اصلا توی لیسانس همه پاس کردم، مثلا توی رشته خودم عرض می‌کنم که خیلی از دانشگاه کورسایی داره که من همه‌شو پاس کردم توی لیسانس. فاندینگ ببینید دانشگاه فاندینگ میده یا نمیده، یا مثلا کم میده یا نمیده، می‌نویسید آقا مثلا این دانشگاه توسط این شرکت‌ها یا مثلا این سازمان‌ها داره فاندینگ میشه. برید ببینید که شهریه‌اش چقدره، چون ممکنه چون بالاخره تعداد از دانشجوها خارجی اینجوری شما از اون فاندینگ میدید و شهریه‌تون بدید. خب مثلا چه دانشگاه تورنتو یه چیزی بولش 30000 تا درصد شهریه داره. خب این مثلا اگه بورس نگیرید خب خیلی سخت میشه مثلا توانایی پرداخت اون هزینه. یا اینکه مثلا UBC گفتن که مثلا شهریه کم داره، اینا رو حتما ببینید. لیوینگ اکسپنسز اون خرجایی که شما برای زندگی کردن تو شهر می‌خواید بکنید و برید ببینید چقدره. معمولا خود دانشگاه یه تصمیم می‌گیرن که مثلا یه زندگی در شهر ما $1000 خرج داره حد اول. خب یکم الان دست بالا می‌گیرید، میتونید از اون رو کمتر هم خرج کنید. ولی اون هم یه پولی که شما باید محل بورستون یزدی رو فوت می‌کنید. خیلی مهمه. آرشیپ، THشیپ و فلوشیپ فاندایی که به شما تعلق می‌گیره. آرشیپ پولیه که در اساس تخفیف شما در اون آزمایش اون سوپروایزر داره در واقع شما میده. THشیپ اون پولیه که بر اساس تی بودن شما و درس دیدن شما به یه سری دانشجوهای لیسانس در مورد بیشتر تو آزمایشگاه به شما تعلق میگیره. اون مثلا پول در کانادا مثلا اون تعداد ساعت کار کردن شما خیلی کمتره، ولی در آمریکا مثلا تا 20 ساعت میشه تا الان ممکنه برای این THشی بهتون پولی که در اساس تی بودن میگیرید بعد فلوشیپ هم که فاند جدایی پول جدایی که بر اساس اون بر اساس اون نقطه بودن شما، اون خاص بودن شما، اون اینتلیجنت بودن با شما اگر شانس بدید ممکنه فلوشیپ هم بگیرید که بچه‌ها گرفتن میشه، ولی کار گرفتن فلوشیپ خیلی سخته.
و اینکه میگم چقدر دانشگاه معمولا میده ریکوایرمنتاشو چک کنید دیگه آیا سه بالا میخواد تفاضل بالا میخواد تجاری بالا میخواد نذارید نفرستید به خودی حتمی نکنید مگه اینکه موردهای خاص آخرش هم جمع‌کنی یه توضیح مختصر در مورد اون دیگریایی که دانشگاه تو سایتاشون می‌نویسن بگم خیلی ها نمی‌دونم بعضیش چیه یه سریش مثل مستر آف ساینس تکسیس بیس همون MSc فوق لیسانس خودمون چیز ساده یه چیزی مثل PhD همون دکترای خودمونه هیچ مشکلی یعنی که هیچ سوال خاصی تو ذهن آدم رو وجود نمیاد ولی وسط دو چیز هستن که حالا بعضی خیلی اطلاع جوابش نداره که مستر آف ساینس نان تزیس بیس که به این مستر آف انجینیرینگ یا MNG هم میگن خب و الان تو ایران هم چنین چیزی باز شده به اسم فوق لیسانس آموزشی محور تو ایران اعتبارش از فوق لیسانس کمتره تو خارج هم میشه گفت تقریبا وجودیه ولی نه منظور ایران تو خارج تو MNG میان دانشجو رو برای کار در صنعت آماده میکنن به خاطر همین آزمایشگاه‌های قوی‌تری دارن به خاطر همین برای MNG شهریه خیلی بالاتر از MSc میگیرن و چیزهایی مثل ولی خب فوق تز ندارید دورتون یک ساله است حالا باز در میاد دارید پیشی هم که دکترای مستقیمه به دانشجوی کارشناسی میتونه ازش از پروگرام‌های اینجا باز یکم توضیح میدم در اسئله آخر هم میگم مثلا جمعش می‌کنم یکی اینکه MSc اگه برای فوق لیسانس بخواید برید واقعا کانادا اروپا گزینه‌های بهتری هست تا آمریکا خیلی از بچه‌ها امسال واقعا مطمئن نمی‌دونستن برای آمریکا MSc فرستادن و پذیرش گرفتن ولی چیزی بهشون نداد به بورسی بهشون نداد آمریکا الان در حال حاضر واقعا بیشتر دانشگاهش فاندینگ فوق لیسانس رو کم کرده یه استاد مثلا 10 تا دانشجوی دکترا میگیره 2 تا استاد دانشجوی MSc شانستون کمتره و ترجیحاً میگم نفرستین اگه یک استادی واقعا یه جواب خیلی قانون‌مندی داره باشه MNG هم تو گفتن دوره یک ساله بدون تزه هیچ فاندینگی به MNG هیچ وقت تعلق نمیگیره جز قانون‌های دانشگاه که من بهش برای مستر آف انجینیرینگ سالم فاند تعلق نمیگیره بذار یه زمان مالی بگم که الان خیلی از دانشگاه‌ها حتی قانون خود دانشگاه برای دانشگاه ایالتی شده برای فوق لیسانس فاند ندید خب قانونشونه نمیتونن به شما بدن ولی ایالت‌ها و دانشگاهی هستن که هنوز میدن مثلا من چند نفر اونجا پرسیدم گفتن مثلا استاد من داره یک دانشجوی فوق لیسانس و داره یک PhD فقط در مورد آمریکا مطرح میشه در مورد کشور دیگه مثل کانادا هم میتونید بفرستید مثلا دکتر مثلا کانادا سازمان سنجشی ایران ارزیابی نمیکنه نمیدونم چرا ولی ارزیابی نمیکنه فقط دکتر مثلا آمریکا رو ارزیابی میکنه و اینکه این دکتر مستقیم دوره قاعدتا با تعداد سالهای بیشتری شما با مدرک لیسانس درش اقدام میکنید و اگر شرایط این رو داشته باشید به شما دایرکت PhD اقدام میشه و دایرکت PhD هم چون به نفع PhD حساب میشه میتونن به شما فاند بدن بچه‌ای که از اینجا مدرک گرفتن با فاند خوبی گرفتن برای آمریکا همین دایرکت PhD اپلای کردن بعضیاتون فقط ممکنه بگید که من که از دانشجوی کارشناسی چجوری میتونم من دکترا بکنم اینو دانشگاه تشخیص میده دانشگاه تشخیص میده که آقا تو توانایی خوندن دکترا داری یا نه اگه نداشته باشی با اینکه واسه دایرکت PhD اپلای کردی به ادمیشن MSc میده فوق لیسانس میده فوق لیسانس و اینکه همین الان دیگه انتخاب با خودتون خب دانشگاهی خوبی داره که رنکاشون واقعا بالاست مثل NUS دانشگاه توکیو خیلی دانشگاهی داره که میتونید برید و خیلی تجربه خوبی داره مرسی مرسی همه که پذیرش شدیم رو گرفتیم بچه‌ها اینجا هستن که به سوال شما جواب بدن خواهش می‌کنم ازشون سوال بپرسید بچه‌های کارشناسی که می‌خوان اینترشن کنن بچه‌ها اینجا هستن برای شما خواهش می‌کنم سوالاتتون رو که دارید بپرسید من یه چیزی قبلش بگم برای ارشد هم میشه اینترنشیپ کرد میگم که برای ارشد هم میشه اینترنشیپ کرد یعنی اگه دانشجوی ارشد هستید میتونید اینترنشیپ کنید این یه شرکت بین‌المللی کارش همین اینترنشیپ و تبادل دانشجو بین کشورهاست و من رفتم دنبال کارهایی که انجام دادم مصاحبه و من میلاد هستم میلاد محمدزاده من دانشگاه نانیان تکنولوژیکال یونیورسیتی توی سنگاپور مخففش NTU اینجا اینترنشیپ گرفتم درسته که من دانشگاه مکانیک درس می‌کنم اینجا ولی اونجا یه ماجرایی که برخلاف دوستم امیر ماها جستجو کردیم و موفق شدیم پیدا کنیم من توی اون دانشگاه گشتم بودم که کورس دادیم توی دانشگاه فیزیک برخلاف انتظارم به شدت کار مکانیک سریعه کرد و به من میخورد
منم از کسی بودم که با تماس گرفتم و صحبت کردم با استادم موفق شدم که اینترنشیپ بگیرم. بعضی از استادا کلا علاقه‌ای به میل جواب دادن ندارن، ولی خب بعد اینکه زنگ زدم خودش میل زد و گفت که فرماتو بفرست مثلا از این چیز. همین چیز خاصه. بله. من البته خب فاندینگم اول نامشخص بود، بعد استادم بهم گفت که گرانت هم نیومده و از این چیزا، آخر سر گفت که یه فاندینگ میتونم بهت بدم ولی خب هنوز یه ذره نامعلومه. دوستم ولی هم معلوم‌تر بگیره. آره حتما این ببخشید من فراموشم بگم. ماجرا اینه که وزارت علوم یه آقای بسیار خوش اخلاقی میشه افراد مربوط. بعد ایشون فکر میکنه که اگه به یک دانشجو اجازه خروج بده مثلا به فرزند خودش داره اجازه خروج میده، خیلی حساسن. بعد من رفتم پیشش و با کلی نامه این رو تاکید میکنم اگه پسر هستیم و میخوایم این کار رو انجام بدیم، بعد اینکه ادمیشن دانشگاهتون اومد بردین اینجا مثلا به معاون آموزشیتون دادین فرما اینجا پر کردین اینا، بریم با مسئول کارآموزی دانشکده، معاون آموزشی، یکی دو تا استاد، آدمی که اصلا معروفه اسمش مثلا افنی و فلان اینا، بگید که آقا یه دوخ هست برای من بنویس، میخوام بگین آگاهی نشون بدم. بعد شما چیز کنید، من رفتم گفتم که آقا ماجرا اینه، من میخوام که 3 ماه برم. بعد قشنگ برگردم که کارشناسی میخوام. توش کارشناسی میخوام. بعدش گفت که خب به دانشگاه کارشناسی که نمی‌ذارم 3 ماه بره، نهایتاً 1 ماه. بعد من فکر کنم الان من اینو از دست بدم چون تو داری میگی که نمی‌ذاریم دانشگاه کارشناسی 3 ماه بره. آخرش هم معلوم شد که ماجرا سر پول بود. و اون گفتش که خب من وثیقه 8 میلیونی برای شما بزنم قبول نمی‌کنه چیز. نظام وظیفه. من گفتم خب اوکی وثیقه است برمیگردم میگم وثیقه 500 میلیون می‌زنم. یعنی با وثیقه آزاد جور شد نمیدونم، ولی دوستم امیر موفق شد البته 1 ماهه با وثیقه علمی و 5 تومن گرفت. مدرک زبان برای خیلی از من نخواستم، از طرف نخواستم برای بیمه مثلا خواستم. من تو رزومم نوشته بودم ولی یعنی توی سیوی بود ولی چیز اسپسیفیکی نبود، چون که شما باید واسه استادا میل میزدید و اون باید شما انتخاب کرد و چیزی توی ریکوایرمنتاش نبود. بعد من اینو بگم که من خودم حالا بقیه بچه‌ها داده بودن و تو سیویشون بوده، من خودم اون موقع تافل نداده بودم و نمره تافل هم نبود، هیچکی هم بهم هیچی نگفت، از هم نپرسیدن که دادی میخوای بدی چی شد. منم انچیو دارم میرم به شکل 4 من از دانشگاه CBSA توی کنکور گرفتم و در مورد پولش هم دیگه که یکی کم اونجا روی نیمه کار محسوب میشه و مثلا یه موقع مشخصی داره رفتی نداره آدمش که ماهانه بهش هم کدام قد پول میدن. خدا هم به من مثلا اینترشن که 3 ماه باید بمونم اونم نه، من 2 ماه خوبه این من خودم بهشون گفتم که دارم میخوام اونجا بمونم. ددلاینش برای تابستون چه تاریخیه؟ ببین من از پارسال که میخواستم برم به من گفته بودن که یعنی پارسال که من کارآموزی نرفتم واسه همین بود و گفته بودن چون که باید قبل از سال میلادی یعنی قبل از فوریه 2012 این کار بکنم من کردم این کار، ولی صدف بعد از من گرفته و چون کلا با استاد باید هماهنگ کنی اگه اون اینترنش باید گرفته باشه خاطر گرفته باشه. یعنی برای این تابستون خیلی ضعیف بودن که بشه، چون ویزا اینا گرفتنش هم خودش 1 ماه 2 ماهی طول می‌کشه. در پریز سال یه نکته برای پاسپورت بگم، اونایی که پاسپورت دارن هیچی، ولی اگه تونستیم که حالا نامه نگاری در اونور سفر علمی تهیه کنید برای نظام وظیفه، دیگه برای گرفتن پاسپورت نرید نظام وظیفه، چون من خودم خیلی سردرگم بودم اینجا، میرید اونجا یه وثیقه از شما میگیرن یه مدتی تا حالا مراحل پاسپورت، بعدش ویزا طی شه. شما مستقیما برید پلیس بلاوی در، اونجا یه باید یه آدم مهربونی باشه که بهتون بگه شما چون سفرتون علمیه دانشگاه همون وثیقه‌ایه که ما میخوایم، یعنی شما لازم نیست کاری انجام بدید، شما چند تا تکس میدید و 2 هفته بعدم پاسپورتتون خیلی راحت میاد. اینم بگم که اگه گفتم مثلا آلمان
نمیدونم چی شد اون وسط که من هیچ گذرم به نظام وظیفه نخورد. حالا میگم شما برید شاید گذرتون به نظام وظیفه نخورد. من تو رفتم پلیس به علاوه دیدن که این حالت داره کسی که گواهش قابل تحصیل دارن اینا مهم نیست. اون گواهش قابل تحصیل دانشگاه تایید میکنه، دارن نظام وظیفه تایید میکنه، داره گذرنامه شما گذرنامه میده. ولی کسی که دانشجو نیست، سابقش تمام شده، حتما باید از نظام وظیفه نامه جداگانه ببره، برای گذرنامه کل تایید بکنه، برگرده بیاد دوباره کنه نظام وظیفه نه دیگه من رد شدم دیدم نوشته تو شهرمون پلیس به علاوه در شنیده بودم که یه مرحله از گرفتن پاسپورت اینا اینجاست. رفتم داخل گفتم چنین چیزیه. بعد چون ما شهرمون از این چیزا زیاد نیست، معمولا زیارتیه، گفت یکم جا خورد اینا گفت سلام علیکم، یکم خودمونی شد. بعد گفتم چجوریه من باید چقدر وثیقه بذارم؟ بعد یکی از اون ور گفت 15 میلیون. یکی از اون ور داد زد که نه این سفرش علمیه، دانشگاه شده وثیقه این. بعد یه کوچولو برای شما برای آینده ها رفتم همچین توضیح کنم، دیدم نوشته که میدونم وثیقه با مهر قرمز، همچین چیزی کل اطلاعات هم ازش. پاسپورت هم اومد خیلی راحت حتی اون سفر علمیه خیلی مهمه. مرسی. میتونه نکته خیلی مهمی براتون داشته باشه. ایمیل زدن یه جورایی باید توش سیاست داشته باشید. عقیده من اینه که اگر توی ایمیل زدنتون سیاست داشته باشید، حتی کاری که غیر ممکنه انجام بشه میتونید برای خودتون ممکن بکنید. اگر بتونید با سیاست ایمیل بزنید، با سیاست با استادتون برخورد بکنید، اگر استادتون برای اینکه پوزیشن نداشته باشه و نتونه به شما آفر بده، شما با سیاست میتونید نظر استاد رو تبلیغ بدید تا تلاشش رو بکنه، از برشش استفاده بکنه و براتون فاند جور بکنه. ایمیل زدن خیلی مهمه. خیلی بتونید جزئیاتش چیه. خب اول نکاتی که توی پیدا کردن استاد باید بهش توجه بکنید، بهشون اشاره میکنم. الان پیش‌فرضمون اینه که با ارائه به شهادت شما الان تقریباً تکلیف کشور و دانشگاه مشخص شده، وارد سایت دانشگاه شده، میخواین استادتون رو پیدا بکنید. کار اولی که باید انجام بدین اینه که شما یه سری فیلدهای مد نظرتون هست، میخواین در آینده تو اون فیلد کار بکنید. مثلا فرض بکنید میخواین سیگنال پروسسینگ توی آینده کار بکنید. کاری که اول باید بکنید اینه که برید تو سایت اون دانشگاه ببینید توی فیلد سیگنال پروسسینگ چه اساتیدی دارن کار میکنن، اون اساتید رو انتخاب بکنید، بررسیشون بکنید، انتخابشون بکنید. چطور باید ببینید توی فیلد سیگنال پروسسینگ چه استادایی کار میکنن؟ توی سایت هر دانشگاهی معمولا بخش وجود داره به اسم ریسرچ. وارد بخش ریسرچ که میشین، فیلد جدا کرده بخش‌های مختلف رو، فیلد سیگنال پروسسینگ، فیلد نتورک، فیلد کنترل و فیلدهای دیگه. یکی وارد فیلدها میشین، لیست اساتیدی که تو اون زمینه کار میکنن رو جدا میکنن. مرحله بعدی استادای داخل هر فیلدی که انتخاب کردیم یه اطلاعاتی در مورد هر استادی نیاز داریم داشته باشیم، مثل اینکه تلفن آفیسش، ایمیلش، نمیدونم آدرس هوم پیجش. معمولا توی بخشی به اسم پیپر توی سایت هر دانشگاهی میتونید پیدا بکنید. وارد بخش پیپر که میشید میبینید از همون بالا تا اون پایین ردیف همه استادا رو زیر هم چیده اومده پایین، منتها احتمالاً اسپسیفیک نگفته این استاد روی چه زمینه کار میکنه. صرفاً اسم استاد، آدرس هوم پیجش، تلفن آفیسش و ایمیلش رو میتونید پیدا بکنید. بچه‌ها هوم پیج استاد اینجا اشاره کردم، خیلی دنیا آخرت شما تو هوم پیج استاده. هر اطلاعاتی که نیاز داشته باشین تو هوم پیج استاد میتونید پیدا بکنید. الان چه دانشجویی داره؟ قبلا چه دانشجویی داشته؟ مقاله‌های اخیرش چیه؟ زمینه‌های تحقیقاتیش چیه؟ معمولاً اساتید یه بخشی دارن به اسم نیوز، خبرهایی که در ارتباط با گرفتن دانشجو هست تو اون قسمت میذارن. وضعیت پذیرش دانشجو جدید تو اون قسمت میتونید ببینید که آیا استاد برای اون سال دانشجو میخواد یا نمیخواد، مرتبه علمی استاد، استادیار دانشگاه فوله و پوزیشنایی که داره، ممکنه هد دپارتمنت باشه، ممکنه نمیدونم ادیتور ژورنال خاصی، کنفرانس خاصی باشه و هر چیزی که نیاز داشته باشین توی هوم پیج استاد میتونید پیدا بکنید. پس هوم پیج استاد خیلی مهمه.
از مرحله اولی که استاد رو انتخاب کردید تا اون انتها، حتی الان که پذیرش‌های ما هم اومده، ما هنوز با هوم پیج استاد داریم کار می‌کنیم. یعنی تو هوم پیج استاد لیست مقاله جدیدش رو می‌تونید پیدا کنید. ارتباطتون با هوم پیج استاد از دست ندید به هیچ وجه. قبل اینکه برم سراغ اینکه جزئیات بیشتر در مورد استادتون بگم، یه بخشی خیلی مهمه، اونم یه سری از زمینه تحقیقاتی خاص، اونایی که آمریکا بهشون یه مقدار حساسه. بعضا این در مورد آمریکا هم ممکنه نباشه، شاید کشورهای دیگه توی اروپا یا توی آسیا پیدا بکنید. اینا رو یه نگاهی بهشون داشته باشید، بعداً ممکنه پذیرشتون بیاد، بعد موقع ویزا گرفتن و اینجور کارا یه خبری یه دفعه بهتون بدن و شوکه بشین. ما موردی داشتیم توی بچه‌ها پذیرش خیلی خوبم گرفته بودن از دانشگاه توکیو، ولی خب وقتی اقدامات بعد از پذیرش رو خواستن انجام بدن، ویزا و نمیدونم اونجور کارا، متوجه شدن فیلدی که کار می‌کردن از دانشگاه بهشون ایمیل زدن، گفتن فیلدی که شما کار می‌کنید تو بلک لیست ما نمیتونیم شما رو بپذیریم، چون فیلد حساس بود به خاطر اینکه داشت از ایران میومد. شاید این فیلدها از کشورهای غیر از ایران که شما خارج میشید فیلد حساس نباشه. این فیلدهای حساس حساسیتش بیشتر مربوط به ایران. پس یه نگاهی به فیلدهای حساس هم داشته باشه. جان ببینیم اینا یه چیزای جنرالیه. خب یعنی یه لیستی آمریکا منتشر کرده، تازه اینا همش نیست، خیلی خیلی بیشتر از اینه. یه لیستی آمریکا منتشر کرده، بعد به عنوان لیست حساسش. اما ممکنه ما الان تو بین خودمون جمع خودمون ممکنه شما پیدا بکنید بچه‌ای که کیمیکال باشن، بچه‌ای که بایو باشن، پذیرششون هم گرفتن، مشکلی هم پیش نیومده. اما چیزی که جنرال نسخه عمومی که پیچیدن اینه که اینا یه مقدار حساسیتشون وجود داره. اینا رو گفتم که بدونید، ولی ممکنه خب همینا، ولی چیزی که مشخصا همون اولیه میشنز بحث سلاح‌ها و جنگ افزارها جز طبیعیه که همه جا بهش حساس باشن. اما خب میگم ممکنه موردی هم پیش بیاد توی اینا باشه بدون این حساسیت نسبت بهش وجود نداشته. یه چیزی استفاده قبلی حالا کارهایی که ما خودمون کردیم اینجا مثلا پروژه فوقمون توی یکی از اینا باشه، این حساسیت مربوط به پروژه‌ای که اونجا بگیریم یا نه؟ نه، کارهایی که ببینید شما یه فیلد رو برای کار آینده‌تون انتخاب می‌کنید، اگر کار آینده‌تون بین اینها باشه حساسیت انتخاب متوجه نشه. آره نسبت به اینا هست. مثلا میگن آمریکا ویزای مالتیپل میده، اما خب مثلا ما می‌بینیم سال قبل وقتی مالتیپل داده همه بچه‌هایی که آرت و نمیدونم این جور رشته‌ها رو بیشتر مالتیپل داده، بچه‌های انجینیرینگ و اینا رو می‌بینیم مالتیپل نه. حالا اگر سوالی نسبت به اینا داشتین یادداشت بکنید، چون وقت محدوده. آخر بخش پرسش و پاسخ هستین، جواب میدیم به سوالاتون. اینو داخل پرانتز بگم، بخش پرسش و پاسخ آخر بخشی که تو پکیجتون نیست، بچه‌ها قراره اینجا بیان بگن از کجا پذیرش گرفتن، کجا ریجکت شدن، تجربه کدوم دانشگاه رو دارن. چون تو پکیجتون نیست میتونید اونجا هر سوالی داشتین بپرسین، استفاده بکنید. گفتم هوم پیج. بچه‌ها توی هوم پیج که دارین میچرخین یه سری اطلاعاتی دستگیرتون میشه. اون اطلاعات توی این که آیا دنبال اون استاد برین یا نرین، دنبال اون دانشگاه برین یا نرین خیلی کمکتون میکنه. مثلا اگر می‌بینید یه استاد توی لیست هوم پیجش همه دانشگاه‌ها چینی ان یا همه دانشگاه‌ها هندی ان، این احتمال 99% ایرانی نمیخواد بگیره، سراغش نرید. اگر می‌بینید دانشگاه‌ها چند ملیتی ان، گزینه خوبیه، امتحانش بکنید، ایمیل بهش بزنید، ممکنه ایرانی بگیره. اگر می‌بینید بین دانشگاه‌ها دانشجو ایرانی هست، این شانس شما رو بالا میبره چون ایران رو میشناسه. اگر می‌بینید امین کریمی توشون هست، این خیلی خوبه، این شانستون رو خیلی بالا میبره چون اسم دانشگاهتون رو می‌دونه و به خصوص اگر می‌بینید امین کریمی که موفق بوده اونجا داره کار می‌کنه. مرتبه علمی استاد رو بهش توجه بکنید، دانشگاهی که ازش آموزش تحصیل شده رو بهش توجه بکنید. ممکنه نمیدونم بعضا پیش اومده مرتبه علمی استاد مثلا حالا استادیار بوده، نمیدونم یه جایی فارغ التحصیل شده، جای خیلی مثلا تاپی نبوده، دانشجو رفته اونجا و بعد این مدتی با استاد کار کرده که مثلا کارش نمی‌اومد پیش این استاد. یه توجه به این داشته باشید. بچه‌ها مقاله‌های 2-3 سال اخیر اون استاد تعدادش براتون مهم باشه اگر اهل مقاله دادن هستید. اگر می‌بینید استاد خیلی مقاله داره اما تو 2-3 سال اخیر می‌بینید لیست تعداد مقاله‌هاش کم شده، این دیدو بهتون میده که احتمالاً استاد یا استاد خسته‌ای شده اخیراً، یعنی خیلی دوست نداره دیگه مقاله بده، شاید ارتباطش از محیط آکادمیک دانشگاه کشیده بیرون رفته توی محیط صنعت
اونجا وارد شده، باز اهل مهارت‌دان شاید نباشه، یا کلاً اصلا این استادی که خیلی خسته است، سنش رفته بالا، دوست داره اصلا مهارت داره. اگر براتون مهمه اینو ببینید. تعداد دانشجوهای سالهای اخیرش اگر می‌بینید دانشجو زیاد می‌گرفته، تو 2-3 سال اخیر دانشجوهاش کم شدن، این چند تا دلیل میتونه داشته باشه. شاید فاندش کم شده، شاید برشش کم شده. اینا براتون مهم باشه. شهرت بیش از حد استاد ممکنه براتون خطرساز باشه. اگر می‌بینید استاد خیلی رپیتیشن بالایی داره، توی بین‌المللی مثلا می‌بینید تو ویکی‌پدیا می‌بینید براش پیج گذاشتن، لزوما نمی‌خوام بگم همچین استادی هیچ وقت شما رو نمیگیره. اما یه مقدار ممکنه براتون خطرساز باشه، چون توی همچین مواردی کمتر ممکنه به امثال امیرکبیر توجه بکنن. بعد شهرتش رو در نظر بگیریم. خب بچه‌ها این قسمت ارتباط با دانشجوهای دکترا یا کارشناسی ارشد اون استاد. بچه‌ها این خیلی 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 مهمه. اگر بتونید با دانشجوی استاد ارتباط برقرار کنید، خیلی کارا میتونید انجام بدید. این که میگم توی ایمیل میتونید یه سری از کارهای غیر ممکن رو ممکن بکنید، یکیش برمیگرده به همین. به هیچ وجه ارتباط با دانشجوهای دکترا و ارشد استاد، به خصوص اگه ایرانیان رو دست کم نگیرید. این خیلی میتونه بهتون کمک بکنه تو این پروسه. من مثلا نمونه بخوام بهتون بگم، من خودم تو این زمینه خیلی خیلی تلاش کردم و خیلی هم خوب جواب گرفتم. میتونم بگم اگر 600 تا در کل ایمیل زدم، از این 600 تا شاید 400 تاش به دانشجو بود، 200 تاش به استاد. یعنی اگر 200 استاد پیدا کردم بهشون می‌زدم، هر استادی رو در مورد مثلا 7-8 تا دانشجو براش پیدا می‌کردم، به اونها کانتکت پیدا می‌کردم، ایمیل می‌زدم، باشون تماس می‌گرفتم و خیلی کار می‌تونم براتون بکنم. یه نمونه بخوام براتون بگم، یه استاد چینی توی واترلو بود. این استاد توی اخبارش، توی هوم پیجش گذاشته بود که من برای امسال فقط دانشجوی پی اچ دی میخوام بگیرم. بعد حتی من از بچه‌های دانشگاه شریف پرسیدم، گفتم ما به این ایمیل زدیم، خیلی تاپ هم بودیم، ولی در جواب ما ریپلای کرد که نه، من مستر نمیخوام بگیرم، امسال میخوام فقط پی اچ دی بگیرم. من هم ایمیل زدم، خب اصلا جواب منو نداد. 2-3 بار 4 بار ایمیل زدم، اصلا جواب منو نمیداد. بعد دیدم فیلدش رو دوست دارم، چیکار کنم چیکار نکنم، تو هوم پیج 3-4 دانشجوی ایرانی پیدا کردم، علاوه خصوص اینکه یک دو تاشون امیرکبیری بودن. با اونا تماس گرفتم، کانتکت با اونو برقرار کردم، علایق اون استاد رو پیدا کردم، ببینم تو مقالات به چه چیزایی علاقه داره، چه ویژگی هایی رو دنبالش هست که دانشجو داشته باشه. مثلا اگر میخواد یه دانشجو رو قبول بکنه، چه ویژگی‌هایی تو اون دانشجو براش مهمه. یه همچین ویژگی رو پیدا کردم از دانشجوهاش. بعد وقتی بار 4 و 5 بهش ایمیل زدم، توی ایمیلام از اونا گفتم، مثلا بچه‌ها دانشجوهاش بهم گفته بودن که توی فلان زمینه تحقیقاتی مقاله‌های از این دست رو خیلی دوست داره. مثلا گفته بودن توی دانشجو وقتی میخواد اکسپت بکنه، اگر این ویژگی رو دانشجو داشته باشه، اینو خیلی دوست داره. بعد من اینا همه رو بولد کردم، کشیدم بیرون. بعد 1-2 تا ایمیل بعد از این 3-4 باری که دیدم جواب نمیده بهش زدم. بعد اینا رو خیلی روشون فوکوس کردم، گفتم که من مثلا فلان مقاله‌تون رو خوندم، این مثلا فیلد مقاله‌تون، این سکشن مقاله‌تون برام خیلی جذاب بوده، فکرای خوبی در این مورد دارم، چند تا مثلا سجستم بهش دادم، گفتم تو این زمینه مثلا میشه این کارو کرد. اون ویژگی که گفته بودن دانشجوهاش گفته بودن باید شما داشته باشید تا قبول بکنن، اونو تو خودم بولد کردم. وقتی بهش میزنم گفتم آقا من خیلی این ویژگی خفنه. شاید اونقدری که اونجا توی ایمیل گفتم نبودا، ولی خب خیلی روی این تمرکز کردم که گفتم آقا من فلان ویژگی خیلی خفنه. بعد از 2 بار جالبش این بود که ایمیل من رو ریپلای کرد، بار اول ریپلای نکرد، بار دوم ریپلای کرد و گفتش که نمیدونم شما خیلی دانشجو، اصطلاحش یادم نیست، میگم گفت you are not a highly intelligent student. یه چیزی توی این مایه‌ها به من جواب داد. سریع بگم، یه جواب توی این مایه‌ها به من داد، بعد گفتش ترانسکریپت تو بفرست، پیپر تو بفرست، نمیدونم تکنیکال ریپورت تو بفرست. ارتباط تا جایی پیش رفت که آخر کار به من آفر با فول فاند هم به من داد که من دیدم مثلا توی دانشگاه واترلو استاد دیگه هست که اونم به من آفر داده بود، وضعیت فاندمون بهتر بود، اینو قبول نکردم. اما میخوام بگم کاری که نمیشد کرد تونستم انجام بدم. اینجا لیست کردم که از دانشجوهاش اطلاعاتی میتونید بگیرید.
مثلا اینکه دانشجو میخواد بگیره یا نه، علایق تحقیقاتیش چیه، اهل مقاله دادن هست یا نه، خصوصیات اخلاقیش چیه، چقدر پول داره، معمولا چقدر فاند میده، یه موقع توی این مورد دچار مشکل نشین. آیا اگر بخواید بعد از مقطع ارشدتون برای پیشی برید یه جای بهتر، اهل این هست که ریکام خوب بهتون بده، ساپورتتون بکنه، بفرستتون یه جای بهتر یا نه، اینو باید مد نظر داشته باشین. فرض می‌کنید الان تقریباً استاداتون رو مشخص کردین، یه لیستی آماده کردین، می‌خواید شروع بکنین بهشون ایمیل بزنید. توی این پروسه شروع کردن به ایمیل زدن ممکنه بازم به لیستتون اضافه بشه. اما نکات اولی که قبل از ایمیل زدن باید مد نظرتون باشه. بچه‌ها در درجه اول ایمیل زدن بهترین راهه. همون مرحله اول ترجیح من اینه که تلفن زدن انتخاب نکنید. چند بار ایمیل بزنید، اگر جواب ندید بعد تو مقاله خاص میتونید برید سراغ تلفن زدن. تلفن هم میخواین بزنید اول مشیر دپارتمان، مشیر استاد، چند بار تماس بگیرید، اعتماد به نفس بره بالا، بعد به استادتون ایمیل بزنید. بهترین زمان برای شروع به ایمیل زدن معمولا از اواسط شهریور تا اواخر مهر ماه، اما این پروسه ادامه پیدا میکنه. همونجوری که دنیل گفت تا همین الان هم ممکنه بچه‌های ما هنوز دارن ایمیل میزنن به استاد پیگیری میکنن، یعنی این ایمیل زدن ادامه پیدا میکنه. اما خب خیلی زود شروع نکنید، خیلی دیر هم شروع نکنید. اواسط شهریور تا اواخر مهر ماه سعی کنید ایمیل اولتون رو بزنید. خب فرض بکنید میخواین شروع کنید به ایمیل زدن. الان همه اطلاعات استاد رو در آوردین، کامل میدونید استاد چیکار است. چند تا نکته رو در نظر بگیرید بعد ایمیلتون رو بزنید. بچه‌ها توی دانشگاه خوب معمولا استاد روزانه بیش از 100 تا ایمیل تقاضای ادمیشن دریافت میکنه. لزومی نداره که اون استاد تمام ایمیل‌ها رو باز بکنه. اگر هم ایمیل رو باز بکنه لزومی نداره کل متن ایمیل شما رو بخونه. اینا رو حتما بهش توجه بکنید. گفتم خیلی خوشبینانه ممکنه در نهایت 10% ایمیل‌های شما پاسخ داده بشه. توقع نداشته باشید خیلی زیاد به ایمیلاتون جواب بدن. ساعت ایمیل زدن مد نظرتون باشه. سعی بکنید 1 ساعت ایمیل بزنید که وقتی استاد میاد توی آفیس اول صبح ایمیل شما توی اینباکسش اون بالا باشه. یه موقعی نذارید که وسط روز رسیده باشه فردا روز که میاد اینباکسش 50 تا ایمیل بعد از شما اومده باشه. سعی کنید اینو در مد نظر داشته باشید. حرف آخر قبل اینکه ایمیل رو بزنید بچه‌ها توانایی خودتون رو باور بکنید، با اعتماد به نفس ایمیل بزنید. اینطوری نباشه که استاد ایمیلتون رو بکنه فرض بکنید یه تیر تو تاریکی رها کردید. گفتید ما یه تیر می‌اندازیم امید به اینکه استاد ما رو قبول بکنه. اگر توانایی داریم که همه این بچه‌هایی که توی امریکایی هستن 100% توانایی‌های خیلی بالایی دارن، اون توانایی‌تون رو باور کنید، با اون توانایی‌ها سعی کنید ارزش خودتون رو پایین نگیرید. الان وسط شهریور ما هستیم، همه چیز آماده است، می‌خوام شروع کنیم ایمیل بزنیم. ایمیل چه ویژگی‌ای داشته باشه؟ بچه‌ها استاد وقتی اینوایتش رو باز می‌کنه بین ایمیل شما با مهمترین ایمیلی که ممکنه به دستش از یه صنعت بزرگی برسه تفاوت چندانی نداره، فقط توی نام و سابجکتش. بعد از اینکه ایمیل شما رو باز می‌کنه نام و سابجکت، نام خوب اگر ایرانی رو نشناسه نام خوب تشخیص نمیتونه بده، ممکنه اسم شما به عنوان اسم یک کسی که مثلا تو صنعت داره پروژه گنده انجام میده براش فرستاده شده. پس سابجکت خیلی خیلی مهمه. سعی کنید سابجکت رو طوری انتخاب بکنید که اگر استاد خیلی وقت ایمیل زدن و ایمیل باز کردن و ایمیل خوندن نداره، سابجکتی که برای ایمیلتون انتخاب کنید استاد رو جذب بکنه که ایمیلتون باز بکنه. مثلا استودنت اپلیکیشن، اپلیکانت، ادمیشن، سعی کنید اینجور کلمات تو سابجکتتون نباشه. من یه پیشنهاد مثلا 2 تا پیشنهاد دادم، اینو بگم مثلا request for cooperation. یه همچین سابجکتی وقتی استاد می‌بینه احساس ممکنه بکنه که مثلا یه ایمیلی برام اومده شاید از بیرون از صنعت یکی تقاضای همکاری داده می‌خواد با من کار بکنه، بذار باز کنم ببینم کیه. شاید یه استادی از این دپارتمان دیگه از این دانشگاه دیگه تقاضای همکاری رو من داده، بذار باز کنم ببینم کیه. این سابجکت میتونه سابجکت خوبی باشه. یه سجست دیگه هم دادم، پس سابجکت رو مد نظرتون باشه. از ایمیل دانشگاه استفاده کنید یا جیمیل یا یاهو. این یه چیز سلیقه‌ایه، هر کدومشون خوبیایی دارن بدیایی دارن، اما تجربه نشون میده همشون جواب میدن. به خصوص ایمیل AUT حالا شاید دانشگاه رنگ پایین‌تر بود مشکل داشت، اما ایمیل AUT تجربه ثابت کرده که چیزی کمتر از جیمیل و یاهو نداره. بچه‌ها به هیچ وجه توی لحظه همزمان به 2 تا استاد یه دپارتمان ایمیل نزنید. اینو که میگم به هیچ وجه تو 99% تو 1% ممکنه براتون مشکلی پیش نیاد.
اما چرا میگم ایمیل نزنید؟ استادای اونجا خیلی با هم کانتکت دارن، زیاد با هم مراجعه میکنن. اگر من استاد اونجا اصلا دانشجو نمیخوام، اتاق بغل نگاه میکنم دانیال دانشجو میخواد، به من ایمیل بیاد که آقا دانشجو باید میخوام منو قبول بکنی، من ایمیل که برام اومده رو فوروارد میکنم به دانیال، میگم دانیال تو دانشجو میخوای اینو تحویل بدید. حالا همزمان شما هم به من ایمیل زده باشید هم به دانیال ایمیل فوروارد شده منو میبینه، ایمیل شما رو میبینه. مورد اینطوری داشتیم، البته زیاد اینطوری داشتیم، اما مورد اخیر این بود که استاد همزمان فوروارد شده دوستشو داشت، ایمیل شما رو هم داشت. بعد در جواب به دانشجو گفته بود که تو اگر دوست نداری با من کار کنی چرا به عالم آدم ایمیل میزنی تو این دپارتمان که مثلا من دوست دارم خیلی علاقه‌مندم تو چقدر شفقتم خفنی تو همونی که من میخوام به این همه آدم ایمیل زدی بعد دیگه بعد از اونم جواب نداری. یعنی اینجور موقع ممکنه مشکل بعد بخورید. سعی بکنید توی ایمیلاتون به دپارتمان برای اینکه این مشکل پیش نیاد حداقل 4 روز فاصله باشه. بعضی از اساتید ممکنه تو تعطیلات ژانویه آغاز سال نوشون ایمیل‌های سپتامبر و اکتبر رو جواب بدن. یعنی ممکنه 2-3 ماه از ایمیل‌های سپتامبر شما بگذره، تعطیلات ژانویه استاد بشه میگه خب حالا بیام 1000 تا ایمیل اینوایس هم چک کنم. اینو مد نظرتون باشه. اگر پاسخ دریافت نکردین خسته نشین، یه فاصله زمانی بذارید، ایمیل زنید جواب ندید، 2-3 هفته یه ماه بعد دوباره بزنید، 2-3 هفته بعد یه ماه بعد دوباره بزنید. بچه‌ها یه مزیت خوب ایمیل دانشگاه بگم، شاید خیلیاتون ندونید، من کل ایمیل افرایرم رو از ایمیل دانشگاه استفاده کردم. ایمیل AUT گزینه‌ای داره به اسم توی ستینگش request receipt read. این تیک رو که فعال می‌کنین، ایمیل که به دست استاد میرسه اگر اینوایسش رو چک بکنه، ایمیل شما رو باز بکنه بخونه، یه ایمیلی از طرف استاد بدونه که خودش بدونه برای شما ارسال میشه که ایمیل شما توسط ریدر خونده شد. من از این خیلی استفاده کردم، خیلی بهم کمک کرد. مثلا شما میتونید چک بکنید که استاد فاصله بین زمانی که ایمیل شما رو خونده و بعد اینکه به شما جواب بده چقدر بوده، این نشون میده چقدر وقت گذاشته روی رزومه شما. یه موردی برای من پیش اومد، ایمیل زدم، بعد 1 ساعت بعد ایمیل اومد که استاد ایمیل شما رو خونده. به فاصله 1 دقیقه بعد از اینکه گفت تو فلان ساعت ایمیل شما خونده شده، از طرف استاد یه جواب برای من اومد که فلانی من رزومه شما رو به طور کامل با جزئیات بررسی کردم، خیلی برام اینترستینگ بود، چقدر مثلا تو شاخی و اما قول نمیتونم بدم بگیرمت، من تشریفت میکنم اپلای بکنید چون کامل تو نمیدونم فابریکیشن و پروژه رو اینا همه تو بررسی کردم، تو خیلی آدم خوب بودی. بعد من جوابی که نگاه کردم گفتم خودتی. 1 دقیقه بعد از اینکه ایمیل رو خوندی جواب دادی که کل مدارک منو بررسی کردی، اینو میتونید چک بکنید، به دردتون می‌خوره. متن ایمیل چجوری باشه؟ بچه‌ها تا حد امکان سعی کنید متن ایمیلتون خلاصه باشه. اسمتون رو نیاز نیست توی متن ایمیلتون بیارید. میتونید سیگنچر پایین ایمیل بذارید، میتونید توی رزومه که حتما تو همه رزومه‌ها اسم هست. اول ایمیل رو با بیان هویت تحصیلی خودتون آغاز بکنید، دانشگاهتون، مقطعتون، رشته‌تون. از زدن ایمیل‌های تمپلیت به شدت پرهیز بکنید. استاد نباید احساس بکنه که یک ماشین داره بهش ایمیل میزنه، این ماشین بدون کوچکترین تغییری همین ایمیل رو همزمان داره به 10 تا استاد دیگه هم ارسال میکنه. استاد باید این احساس بکنه اسپسیفیکلی این ایمیل برای خودش اومده و این ایمیل همزمان برای استاد دیگه فرستاده نشده. پس تمپلیت یه قالب درست کنید یه دفعه برای 10 تا 15 تا استاد بفرستید. یه چیزی که خیلی میتونه کمکتون بکنه اینه که وقتی مقاله‌های 2 سال اخیرش رو میخونید، میتونید توی متن ایمیلتون 2 حرف قرون سرمه هست که مقاله‌هاش بپرونید، بعد بگید مثلا من فلان مقاله‌ای خوندم، ایده دارم، نمیدونم فلان حرفی که زده بودی چقدر خفن بود، چقدر شاخ بود. بعد این نشون میده که مثلا به استاد نه اینکه واقعا نخونده باشین و بخونید، این کارو بکنید، بعد به استاد نشون میده که شما واقعا دنبالش بودین و هوم پیجش کامل بررسی کردین. میتونید به ویکی‌پدیا ریفر بدید وقتی اسم دانشگاهتون رو میگید. این میتونه رپیتیشن بین‌المللی دانشگاهتون برای استاد مشخص کنه. اگر امیرکبیر رو نمیشناسه به ویکی‌پدیا که ریفر میدید، جمله اول و دوم و سومی که ویکی‌پدیا در مورد امیرکبیر داره اینه. یعنی دیگه اوج تعریفی که ویکی‌پدیا میخواد از دانشگاه بکنه خیلی شاخ گفته. میخونید It is one of the most prestigious universities and the first established technical university in Iran. Referred to as Iran's Modern Industrial University، یعنی گفته که مادر دانشگاه صنعتی ایران. AUT ranks first in industry-related activities in Iran. من خودم از اینکه استفاده کردم
یه استادی اسم دانشگاه من نمیدونست بعد گفت امیرکبیر واقعا اینطوریه تو جوابش همچین واکنش نشون داد. فیلدی که میخواد در آینده ادامه پیدا بکنید ادامه بدید توی متن ایمیلتون مشخص بکنید. اگر این پارامترها براتون پارامترهای خوبی بوده، معدل رنک دانشگاه، نمره آزمونتون، اینا اگر خوبه توی متن ایمیلتون ذکر بکنید. اگر مقاله دارید، اگر پروژه شاخی دارید انجام میدید توی متن ایمیلتون ذکر بکنید. دوست دارید تا کی ادامه بدید؟ اگر دوست دارید مستر ببندید، اگر دوست دارید پی اچ دی کات بکنید، پستاک توی متن ایمیلتون ذکر کنید. میخواید تا کجا برید بالا؟ اینو که گفتم لیست فیلداتون رو توی ایمیلتون ذکر بکنید. دلیل انتخاب اون استاد این یکی از چیزایی که میتونه اسپسیفیک بگه که شما اون ایمیل رو برای اون استاد فرستادید. بگید چرا من تو رو انتخاب کردم؟ چرا این دانشگاه رو انتخاب کردم؟ استاد احساس بکنه که بررسیش کردیم بعد انتخابش کردیم. اینو گفتم یک دو تا از مقاله اخیرش رو میتونید اسمشو بیارید بگید من اینا رو یه نگاهی بهشون کردم، یعنی هوم پیجش رو دیدم. اگه دو رشته‌ای هستین حتما بگید، این خیلی کمک می‌کنه. به این امید نباشین که نه اگر دو رشته‌ای هم حتما باید رشته دوم تموم کرده باشم، اگر دو رشته‌ای هم حتما باید 15 تا کورس پاس کرده باشم. حتی یکی دو تا کورس پاس شده از رشته دوم، حتی اینکه شما این فرصت بهتون داده شده که دو رشته بشین، این برای اون استاد مهمه. ذکر بکنید. حرف آخر، بچه‌ها بیش از 90% اساتید متن ایمیل شما رو کامل نمی‌خونن. وقتی ایمیل شما به دستشون میرسه یه اسکرین می‌کنن ایمیل شما رو، دنبال کلمه‌هایی می‌گردن که جذبشون بکنه، دنبال ویژگی‌هایی که شما می‌گردن که بگن نه این کیس خوبیه، بذار از اول ایمیلش رو بخونم، بذار برم فایل آتش که سینیشه باز بکنم ببینم اونجا چی گفته. پس توقع نداشته باشین همه اساتید بهتون جواب بدن. فایل ورد اصلا پیوست نکنین، سی ویتون که حتما پیوست می‌کنین. یه کار دیگه این که ببینید استادتون ایمیلتون رو چک کرده یا نه، میتونید به هوم پیجتون ریفر بدین. بعد توی هوم پیج میتونید کانتر بذارید ببینید تعداد بازدیدکننده‌ها چقدر تغییر کرده. الان که ماشاءالله نرم افزار زیاده میتونید به هوم پیجتون بذارید چک کنید ببینید کدوم نقطه دنیا ایمیل شما رو چک کردن. خیلی راحت میتونه بهتون بگه استاد ایمیل شما هوم پیج شما رو خونده یا نه. اما بعد از ایمیل زدن بچه‌ها اگر 2 بار 3 بار 4 بار ایمیل زنید دیدین جواب نمیده، اون تلفن زدن رو شروع بکنید، سر کنید تلفن بزنید. باز تاکید کردم اینجا دانشجوی ارشد دکترا رو اصلا دست کم ندید. سعی کنید با سیاست با اون دانشجوها برخورد کنید. من میگم ایمیلایی که به دانشجوها زدم خیلی بیشتر از اساتید دیدم و خیلی این بهم کمک کرد. اصلا اونها دست کم نگیرید. کارهایی که میتونه اون دانشجو براتون بکنه، اگر آدم قوی هستین بهش ایمیل بهش تلفن بزنید، تو تماس تلفنی از بک‌گراند خودتون، نمیدونم از رزومه خودتون، از خودتون تعریف بکنید، کامل به دانشجو ثابت بکنید شما کیس خیلی قوی هستین. همه این کارا کردین، الان استاد خیلی تو رو شناخته، فهمید تو خیلی شاخی. این دانشجو الان بعد از تماس تلفنی، بعد از کانتکت تو رو خیلی الان میشناسه، میدونه تو آدم خیلی قوی هستی. حالا چیکار میتونه برات بکنه؟ میتونه رزومه رو دستی ببره بده به استاد، بگه من این دانشجو رو میشناسم، خیلی آدم قویه، باهاش کانتکت داشتم، یه نگاه رزومه‌اش بکن. میتونه در مورد با استاد حرف بزنه، تو رو سجست بکنه به استاد. میتونه بعد از اینکه استاد حالا تصمیم گرفت رو انتخاب بکنه، نظر استاد رو هی بپرسه، بگه خب چی شد؟ جواب اینو بده، مثلا پیگیریاتون میتونه انجام بده. اگر استادی که اینجا باهاش کار می‌کنید نسبتاً آدم قویه، میدونیم خیلی قویه، اما ممکنه رپیتیشن بین‌المللی نداشته باشه، به اون دانشجو حتما در مورد استادتون بگین، بگین استاد من خیلی قویه. حالا دانشجو میتونه بره به استاد بگه که آره این که تو ایران مثلا اپلیکیشنش دست تو رسیده، استادش تو ایران خیلی شاخه، استادش اینطوریه، استادش اینطوریه، استاد شما رو به اون استاد بشناسونید. بعد از اینکه جواب اولیه رو از استاد دریافت کردیم، یه اصطلاح خیلی رایجه میگن کیپینگ تاچ. ارتباطتون با استاد قطع نکنید. به هیچ وجه کاری نکنید که اسم شما از ذهن استاد پاک بشه. حتما باید همواره اسم شما تو ذهن استاد باشه. ارتباطتون با استاد قطع نکنید. بچه‌ها بعضی از خواهش‌ها و بعضی از درخواست‌ها از اون استاد نکنید که خودتون رو کوچیک کرده باشید. سعی کنید همیشه ارزش خودتون رو توی میزدنا حفظ بکنید. بذارید استاد این فکر رو بکنه که شما هنوز منتظر جواب بهتر از دانشگاه رنگ‌های بالاتر هستید. اینطوری نباشه که استاد بگه نه این آخرین شانس که داره، منم دیگه تمام تلاشو داره میکنه، به در و دیوار میزنه که مثلا من قبولش کنم. اینطوری سعی نکنید ایمیل بزنید. اگر ایده‌ای توی آینده دارید میگید که من تو فلان فیلد مثلا میخوام فلان کار انجام بدم، ایده‌هاتون رو میتونید توی جوابای بعدی به استاد منتقل بکنید. بچه‌ها همیشه برای مصاحبه آماده باشید.
ممکنه که هیچ بار مصاحبه نشین ولی ممکنه که همه استادایی که انتخابتون میکنن مصاحبهتون میکنن. من 4 بار مصاحبه شدم از مینیمم 45 دقیقه تا ماکسیمم 1 ساعت و مصاحبه خیلی کمکتون میتونه بکنه. این که میگم همیشه آماده بشید، من اولین مصاحبه‌ای که شدم توی مرداد ماه بود، یعنی الان حساب بکنیم 2 ماه بعد من مصاحبه شدم. بعد آخرین مصاحبه‌ای که شدم توی عید اون موقع. یعنی همیشه آماده باشید، ممکنه مصاحبهتون بکنن. اگر دیدین جوابای اون استاد داره روند خوبی رو طی می‌کنه، می‌بینید داره خوب جواب میده، پیشنهاد بهش بدین پیپرام برات بفرستم، پیشنهاد کنین تکنیکال ریپورتام بفرستم، ترانسکریپتام بفرستم. این که میگم همیشه برای مصاحبه آماده باشین، اگر دیدین جواباش داره روند خوبی رو طی می‌کنه، شما میتونید پیشنهاد بهش بدید من زنگ بزنم من مصاحبه بکنیم، من زنگ بزنم با هم صحبت بکنیم. این پیشنهاد بعضی موقع جواب خوب میده. مثلا من پذیرشی از این پی‌اف داشتم، استاد من گفت تو یه مقداری وضعیت فاندت خیلی خوب نیست، من نمیتونم قول بدم مثلا فاند کامل بدم، فاند درست حسابی بدم، ولی خب جواباش دیدم خوبه. بهش پیشنهاد دادم که من بذار زنگ بزنم باهات صحبت بکنم، من اینترویو کنیم، مثلا در مورد مسائل مختلف با هم حرف بزنیم. بعد قبول کرد، زنگ زدیم، 1 ساعت با هم صحبت کردیم. تو 1 ساعت من هر چی در مورد خودم میدونستم بهش گفتم. یعنی عملاً کل اسوپیمو بهش گفتم، کل رزومه‌مو گفتم، ایده‌های آینده‌مو گفتم، از خودم گفتم، خیلی تا تونستم تعریف کردم. تماس تلفنی تموم شد. 1 هفته بعد به من جواب داد که من تونستم برای تو فاند جور بکنم، مثلا از فلان موقع تو میتونی فاند دریافت کنی. یعنی وضعیت نامشخص بودن فاند تبدیل شد به فاند مشخص. یعنی پیشنهاد تماس تلفنی از طرف خودتون هم میتونه کمک بهتون بکنه. بچه‌ها به هیچ وجه از ایمیل زدن خسته نشید. ایمیل زدن رو انقدر ادامه بدین تا اون استادی هم که نمیخواد دانشجو بگیره جواب شما رو بده. ممکنه استاد نخواد دانشجو بگیره بعد بگه خب نه من اصلا به مثلا ایمیلایی که برای ادمیشن میاد جواب نمیدم. 2 بار 3 بار 4 بار که ایمیل بزنی خسته میشه، بالاخره ریپلای میکنه میگه که نه من اصلا دانشجو نمیام. ارتباطتون رو بعد از اینکه جواب گرفتین با استاد قطع نکنید. این خیلی مهمه بچه‌ها. ارزش ایران رو پایین نیارید. حتی اگر گفت من دانشجو نمیخوام یا تو رو ریجکت کرد گفت من تو رو نمیخوام بگیرم، یه ایمیل همه چیز رو حل میکنه. ایمیل بهش بزنید، تشکر بکنید ازش، بگید ممنون که من ریجکت کردید. آره بچه‌ها این قسمت رو دیگه براتون ادامه نمیدم. من 3-4 تا جوابی که استادا ممکنه در جواب ایمیل شما به شما بدن اینجا نوشتم، زیرش هم توضیح دادم که این جواب چه معنی داره. چون وقت گذشته توی پکیج هست، این جوابا رو بررسی کنید ببینید هر کدوم چه معنی میتونه داشته باشه. و بچه‌ها کلام آخر، استاد رو هیچ وقت معطل خودتون نکنید. یه ایمیل ساده میتونه همه چیز رو حل کنه. اگر واقعا می‌بینید دلتون با استاد نیست، نمی‌خواید برید پیش استاد، یه ایمیل بزنید به اینکه مثلا مشکل سربازی پیش اومد، مشکل ویزا پیش اومد، یه ایمیل همه چیز رو حل می‌کنه. نذارید کار از کار بگذره، نذارید سال‌های بعد ایرانی‌های بعدی شما که می‌خوان برن اونجا براشون وضعیت خراب بشه. یه ایمیل بزنید بگید نتونستم بیام، یه دلیلم براشون بیارید. و همین. ممنون از نگاه کنید ببینید هر کیس که بیشتر بهتون میخوره بیشتر ازش سوال بپرسید. اگه سوال در مورد تغییر رشته ویرایش پذیرش دارین بپرسید. ایشون مثلا از برق واسه فیزیک اپلای کردن تجربه دارن، من از برق رفتم CS یا فامیلی کامپیوتر ساینس یا نه CS کامپیوتر ساینس. ایشون مثلا خودشون
مهدی ناصری هستم. گرایش مخابرات بیشتر مطالعه نظام دانشگاه واترلو هومانیتی عارف مجالات الکترونیکی فرانس بالا تحصیل گرفتم. بعد گفتن اینم بگید که فکر می‌کنی چه نکته برجسته وجود داشته حالا مثلا باعث شد که موفق بشی اینا فکر می‌کنم که این فیلد خیلی وارد شده بود. یعنی شاید مثلا تو زمینه‌های دیگه خیلی رزومه‌ام قوی نبود، اصلا مقاله نداشتم چی، ولی خب تو این فیلد چون فیلد تخصصیه شما خود مخابرات میدان سیستم دوره میدان شاخه شاخه بشه باشی یکی از شاخه‌های میدان من هم کارآموزی روش بود، هم پروژه‌ام روشه، هم هر چی دیگه تازه شدم رو این زمینه بوده، هم درس ارشد گرفتم میتونم یاد کرده پیش که دقیقاً همین فیلد بوده. یعنی تو این فیلد هر زیاد واسه گفتن داشتم و دقیق چند جا اپلای کردم، مثلا یه شاخه‌های دیگه میدان اپلای کردم ولی همه ریجکت شد. ولی چون این یک مورد خاص چون کارهای زیادیش کرده بودم مصادفی که خیلی این فیلد رو علاقه دارم این متقاعد شد که علاقه دارم فکر کنم که اینجا پذیرش شدم. علت اصلیش نه واترلو کانادا مستر من خواهم دانشگاه کارشناسی فرمنش بعد واسه مستر کانادا خواندم 26,000 تا سالی RA و یه اینترنشنال با هم اینطوری میشه TA شد معدنم اون هفته 10-18-34 زدم بود رزومم اصلا خفن نبود همین های شهر بود اینجا نشسته یه شب نیستم 2 ساعت کل رزومه من نوشتم خودم واسه خودم رزومه ننوشتم بعد همون رزومه نیستم 2 ساعت خوشگلش کردم و فرستادم نمره تافلم هم بالا نبود هیچ مقاله‌ای هم نداشتم یه علت اصلیش بهش فهمید که تو این فیلد خیلی باعث شده بودم کارهای جانبی هم اصلا خیلی زیاد نشد نمره تافلم هم بالا نبود تافلم 93 مثلا حالا برای شهرگاه هستن سیدی مالشون دیاری هم نرده بودن کانادا دیاری دوتا دانشون میخواد که با خاطرون نیست کلا من 8 دانشگاه اپلای کردم که 3 تاشون چک شدم خاطرها گرفتم یک چند هنوز نیومده بچه بقیه مثلا چند سوی توی بقیه جارتر بود سالار اول همشون معرفی شد. بچه من احسان شهرخ هستم دانشجوی سال آخر کارشناسی هستم فقط کانادا و سوئیس اپلای کرده بودم امریکا اصلا اپلای نکردم از دانشگاه واترلو ایدلتون مکمستر و EPFL پذیرش گرفتم پذیرش‌های کانادا هم فیتمان بودم پذیرش EPFL هم وضعیت فاندش نامشخص بود بعد مشخص شد بود بعد توی رزومه فکر می‌کنم چیزی که خیلی خوب کمکم کرد بود که مدت زیادی کار تحقیقاتی انجام دادم اما نه حالا به اندازه بقیه ولی خب فکر می‌کنم از اول ترم 6 من وارد آزمایشگاه شدم یکی از آزمایشگاه‌های دانشکده و تا همین الان که هنوز دانشجو ترم 8ام یا پذیرشم اومده هنوز کارم تمام نشده وارد کار تحقیقاتی شدم این توی این مدتی که کار تحقیقاتی انجام می‌دادم با خیلی از زمینه‌ها آشنا شدم بعد همون اینا رو توی رزومه‌ام آوردم اون خیلی کمک کرد معدلم خوب بود اون کمک کرد معدلم 18.62 مخابرات بعد تافلم از اون تافل خیلی خوبا نبود چون نیستم بدبخت اسرائیل بودم تافلم 99 شد بعد GRE ندادم چون میکانیک خواستم اپلای کنم یه پیپر داشتم پیپرم توی کنفرانس خیلی معتبر نبود یه کنفرانسی توی ترکیه بعد چیز خاص دیگه مد نظرم نیست شهاب کربوری هستم دو تا بخش رو خدمت بودم تفاوت اونجوری که
کم دارم معدلمه، هوایی کمتره. بعد اینکه معدلم 16 خب با توجه به معدلم من تجربه نفرستادم، خیلی اومدن تو سطح دانشگاهی پایین‌ترن و دانشگاه که پذیرش گرفتن دانشگاه کرمیریه که حالا بسته به رنگ‌های مختلف بین 150 تا 200 میتونم بگم بچه که رنگش خیلی پایین‌تره. بعد اینکه خب میگم من کلا دانشگاهی متوسط اقدام کردم و اروپا هم من جزو مملکت‌های بودم که اسلام دانشگاه بودیم که شاید رو اولی و دوم دانشگاه آلمان همیشه پذیرش گرفتم. دوم به مصاحبه خیلی عجیب غریبی داشت، همیکردی نمی‌شناختم، مثل بقول نیزم دید دادم، شناخت، فهمید و اینکه پذیرش داد. لزوما باز بد نبود، یعنی حتی تابستون قبل کارآموزی هم من دانشگاه بودم و اینکه کمک می‌کردم و دانشجوها مثلا کار شبیه سازی داشتن اینا سعی کردم که یاد بگیرم. مخصوصا توی تغییر رشته واقعا مهمه. من فکر کنم 700 از 990 شدم دیگه، رشته داده 4 ماه مونده بود، فکر کنم 890 شد. بازم اون اختلاف وجود داشت ولی خب خیلی بد نبود، مثلا من که کلا یه هفته بیشتر نخونده بودم دیگه هر سال بهش نرسیدم. ببین تو قضیه آمریکا و کانادا خیلی کورس پاس کردن مهمه، خب و اینکه تو زمینه کاری که استاد داره کار میکنه تو هم کار کرده باشی. اینا نمیتونم بگم که حالا مثلا فیزیک راحت‌تر میگیرن یا مهندسی بخش. شاید من اگه با این رزومه رو برقرار کردم خیلی راحت‌تر میتونستم پذیرش بگیرم، چون تو زمینه کاری استاد کار کرده بودم. ولی تو زمینه فیزیک من دقیقاً 3 تا از اون استادایی که بعداً ریجکتم کردن دقیقش گفت که خود کامیتی به این نتیجه رسیدی چون شما کوانتوم بگیر کوانتوم دوبانی که مثلا توی جلسات میتونستید جواب بدید ولی کورسشو پاس نکرده بودید نمیتونم شما رو بگیرم. میگم خیلی قضیه کورس پاس کردن و تو زمینه کاری استاد کار کردن خیلی مهمه. برای مثلا فیزیک خیلی نگرفته دانشگاه برق به نظر من نسبت به رشته‌هایی که من پارسال ببینم، من مسترم و جای خوب لیسانس به نظر من برق امسال اصلا خوب نگرفته، یعنی همین قضایای پارسال اگه تکرار می‌شد خیلی بهتر می‌گرفتن. و یه دانشگاه رشته‌هایی مثل کامپیوتر امسال واقعا خوب گرفتن، مکانیک به نظر من فوق‌العاده گرفته، چون می‌دونم که از دانشگاه مثلا شریف 3 نفر امسال فقط ام‌آی‌تی گرفتن از مکانیک. امسال مکانیک واقعا خوب بوده. ولی خب تو برق هم از واقعا بد بوده. بازم خیلی بستگی به رشته است، خیلی بستگی اون سالی که دارین اپلای می‌کنین و میگم خیلی شانسیه، پروسه اپلای واقعا شانسیه. یعنی ممکنه یه نفر بهتر از شما یه جای بدتر از شما بگیره و یه نفری که واقعا شما فکرشو نمی‌کنید مثلا واقعا اپلای بگیره خیلی راحت اپلای می‌گیره شما هیچی. خب سلام، من اول یه نکته عرض کنم. نکاتی که آقای مهدی گفتم بودن خیلی نکات مهمی بود. ما متاسفانه مجبور شدیم یه پرزنتیشن برگزار روی کام گرفتن، پرزنتیشن آقای مهدی نصیری رو اسکیپ کنیم. این پرزنتیشن فوق‌العاده مهم هست، حتما به این خونه رو نگاه کنید، خیلی نکات مهمی داره و آقای روکران خیلی خوب دیدن نکات رو شناسایی کردن که ما اینجا یادمون رفت بگیم. اونا داخل اون پرزنتیشن که بیز کردیم اینجا داخل پکیج هستش. من کارت سیستم هستم، کارشناسی هستم دو رشته‌ای با علوم کامپیوتر همینجا و معدلم توی هر دو تا گرایشم موقعی که اپلای می‌کردم تقریبا 18 بود. دو تا مقاله داخلی داشتم، یه دونه آیکیمپدی کنفرانس وقتی اپلای می‌کردم زیادی اپلای کردم، تقریبا در حدود 20 تا، ولی به جز واترلو همه جایی که اپلای کردم تاپ 20 بودن. خب دلیلش این بود که می‌خواستم برم روی خوب و ترجیح دادم یه سال عقب بمونم تا اینکه برم روی یه جای بعد. تقریبا 5-6 تا کامپیوتر ساینس اپلای کردم، بعدشون برم چون خوب فکر کردم شانسم تو برم بیشتره چون برم خونده بودم بیشتر. اون کامپیوتر واحدایی که درس‌هایی که پاس کرده بودن اصلا درس‌های پایه‌ای بود که 5 تا بود فکر کنم یا 4 تا. واترلو گرفتم، مریلند کالج پارک گرفتم که رنگ توی یونیورسیتی سال 14-15. سندیگو گرفتم که بدون فاند بود، ارشد بود دیدم UIUC یا یونیورسیتی
من با فاند آریشی که اینم الان این قطعی شده که الان میشونم اینجا من فکر کنم همه چیزی نرده کنم من فاقدم خودم شدم 102 جیاری متوسط بود. اون چیزی که واسه من جایوسی اینو میخواست همون 102 بود. تمام نکته که من خیلی اذیت شدم سرش اسپیکینگم بود. من اسپیکینگ 23 شدم. اینو واسه تی ای دادم واسه ترم اول میخواد 24 بشه. اینا یه قانون ایالتی دیگه که دست استاد باشه کوتاه بیاد. نمیتونم کوتاه بیاد چون قانون ایالتیه. مثلا من خیلی اذیت شدم سر چون به من کاندیشنال آفر داده بودن که شما اگه دوباره تافل بدی و 24 بشی بهت اینجا پذیرش تکمیل می‌کنیم و این پیشنهادم خیلی دیر بود. یعنی مثلا اواخر فروردین بود زمانی که من مثلا یه هفته بعد همه دیگه مهلت جواب دادن همین آفرام تمام می‌شد و من باید تکلیف خودم مشخص می‌کردم. من با کلی کانتکت با استادا آخر سر من استادی که پیدا کرده بودم ازش یه جور ایشون دادن کمک کرد و لطف کرد و به من فاند آری داد تا اینکه فاند داشته باشم و بتونم ترم اول اونجا باشم و از ترم بعد میتونم دوباره در واقع تی ای باشم و واقعا به من لطف کرد. اینم بگم که من اینکه چه شکلی تونستم استاد پیدا بکنم یه چیز خیلی شانسی بود. دوستان سیاسی که اینجا هستن من یادشون هست که چند ماه پیش اینجا مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی بود. از لحاظ یکی از استادا از ایلینویز آوارد کمپی بود که زمینه اصلیش رباتیک با یه سری استفاده از هندسه محاسباتی بود اما خب بیشتر حالت کاربردی داشت. من اونجا رفتم و باهاش صحبت کردم از اونجایی که من بک‌گراند رباتیک داشتم زیاد ماشین لرنینگ کار کردم و خودم مطالعات مستقل روی کاری استاد داشتم باهاش صحبت کردم و ایشون وقت با من آشنا شد خیلی علاقه‌مند شد که منو بگیره و بعدا هم گفتش اسمم گرفت گفتش با من در تماس باش و این شکلی بود که حتی ایشون بعدا به زنگ زد و صحبت کردیم و بعد خیلی به من کمک کرد. این شکلی بود. یعنی اینا فرصت‌های خوبیه. خواستم که من چه شکلی بود که اینو گرفتم. بقیه پذیرشام یعنی میزنه رو سندیگو کاملا کامیتی بیس بود. مثلا هیچ تو نمیدیدم به من هیچ جواب نداد. واترلو فقط مصاحبه داشت که در واقع همون استادی که الان میتون پذیرش بده در واقع قبلش با من چیز کرده بود. حالا من بهش گفتم من میگم بعد با میتون پذیرش داد. با من فکر کنم من گفتم من بیشنام هستم. من برخلاف بچه‌هایی که تمرکز کرده بودن به کانادا و آمریکا من تمرکزم به کشور آلمان بود. هدفم به همین اپلای صرفاً کار کردم تو آزمایشگاه‌ها و محیط آکادمیک هم بیشتر دوست داشتم تو شرکت‌های خیلی بزرگ کار کنم و معیار انتخاب دانشگاه من یک حالت کاری بود تا علمی چون رشتم قدرت بود و از طرفم گرایشی بودم با گرایش کنترل معادلم هم بیشتر بود تصمیم گرفتم که کشور آلمان رو بزنم. حالا یه مقدار می‌خواستم در مورد آلمان براتون توضیح بدم که بیشتر واضح شه چون تقریبا بچه‌های کم تو این زمینه تمرکز کرده بودن. خیلی تعداد کمی از دوستان من روی آلمان تمرکز کردن ولی واقعا یه پتانسیل خیلی خوبی هست.